بنابر این هستش که این سخن امروز بیشتر جنبه گفتگو داشته باشه با دوستان و من یک پیشنهاد کردم که چون دیروز برنامه سخنرانی بود و دوستانی آمده بودند، پیشنهاد کردم که چون در شهر هستم پیش از اعلام برنامه که یک گفتگویی هم داشته باشیم، چون من کتابی در دست پایان دارم که امیدوارم که در 3 ماه آینده به چاپ برسه و بعد هنگامی که این کتاب به چاپ رسید همراه این کتاب دوباره برای طرح این مسئله به عنوان موضوع اصلی سخنرانی یه سفری به اروپا و این ور اون ور خواهم داشت. موضوع کتاب هم در واقع پاسخ به 2 نکته است. می‌دانیم که در این سالهای گذشته به ویژه از دوران آمدن اندیشه‌های چپ به ایران که مسئله ملت سازی در ایران مطرح شد که ایران رو تقسیم به ملت‌های مختلف کردند، به ویژه هنگامی که برنامه اولیه حزب کمونیست ایران در سال 1300 بر پایه الگویی که در کنفرانس خلق‌های خاور برگزار شد و بعد از پیروزی بولشویک‌ها برگزار شد، در اونجا آمده بودند و ادعا می‌کردند که در ایران کشوری کثیرالمله، این واژه هم در واقع از اون زمان وارد فرهنگ ایران کردند و کشوری است که با مدل بحث‌هایی که در روسیه وجود داشت که روسیه زندان ملل هست و ایران هم به نوعی زندان ملل بوده. بله. ایران هم به گونه‌ای زندان ملل بوده، اصطلاحاتی که در روسیه لنینی به راه افتاده بود و این وارد فرهنگ سیاسی ایران هم شد و خب به دل برخی از به اصطلاح روشنفکران هم نشست که بله این ملت ترک آذربایجان ما داریم، ملت کرد داریم، ملت گیلان و مازندران داریم و چند ملت دیگه هم که ساختن و ملتک‌های کوچیک هم این ور اون ور سر کله‌شون پیدا شد. چند سالی یه مقدار این بحث‌ها رایج بود و رفته رفته کنار رفت و تنها در دوران فرقه دموکرات آذربایجان و ماجرای جمهوری مهاباد بود که سر کله این بحث پیدا شد و خیلی زود شکست. پس از پیدایش جمهوری اسلامی هم به دلیل سیاست‌های تبعیض در ایران که اساساً یک تبعیض مذهبی بوده و از اونجایی که بخشی از مردمی که در ایران باشنده بودند و هستند و زبان مادریشون زبانی جز زبان فارسی امروزی ماست، مانند بخشی از مردم کردستان یا مردم بلوچستان یا ترکمان صحرا، از اونجایی که اینها اهل سنت هستند بیشتر، به ویژه در میان بلوچ‌ها و ترکمان‌ها و بخش زیادی از مردم کردستان، این طرح مسئله این که ایران تقسیم به ملت‌ها و خلق‌ها و از این واژه‌هایی که استفاده می‌کردند میباشد دوباره بالا گرفت به دلیل همین نوع ستم‌ها. به ویژه از هنگامی که ماجرای مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق آغاز شد و برخی از ایرانیان خیلی علاقه‌مند بودند که ارتش ایالات متحده آمریکا از راه فلوجه و شاید هم همون راهی که اعراب با ایران در هنگام آغاز اسلام جنگیده بودند به طرف ایران هم حرکت بکنند، دوباره این گروه‌های قومی در ایران خیلی فعال شدند و کنگره ملل فدرال درست شد. حزب دموکرات کردستان ایران بحث تازه‌ای رو مطرح کرد که کردستان سالهاست در اشغال ایرانه و به ویژه گروه‌های پانتورکیست بسیار در ایران فعال شدند و بیشتر هم از بیرون از ایران گروه‌هایی که نزدیک به 14 گروه فعال سیاسی پانتورکیست پیدا شد که بیشتر اونها پایگاهشون یا باکو بود یا دوشنبه یا در آنکارا و استانبول و شهرهای اروپایی و دوباره این بحث‌ها بالا گرفت و یکی از مسائلی که خیلی روان کردن در میان مردم این بود که باز هم ایران سرزمین ستم ملی است و ملتی به نام ملت فارس که گویا دولت جمهوری اسلامی هم نماینده این ملت فارس است بر ملت‌های دیگر ستم کرده و آذربایجان در اشغال ملت فارس، عرض کنم که کردستان در اشغال فارس هاست و چیزهای از این دست که در میان کسانی که دانش و آگاهی نسبت به تاریخ ندارند و دنبال بیان دلایل نارضایتیشون هستند تا حدودی پایه پیدا کرد. حتی نگاه کنید در برخی از رویدادهای ورزشی هم این بازتاب پیدا کرد و یک نوع ناسزاگویی نسبت فارس‌ها و برعکس ناسزاگویی نسبت به آذربایجانی‌ها خیلی بالا گرفت
و این بهره برداری های سیاسی هم از این در داخل و خارج خیلی شده و حتی کسانی هم در خارج از ایران به عنوان پژوهشگر ایرانشناس از میان غربی ها شروع کردن مقاله نوشتن که بله ایران کشوری است از ملت‌های مختلف تشکیل شده و بازگشتن به بحثی که خیلی پیش از انقلاب 57 آقای برنارد لوئیس مطرح کرده بود در یک کنفرانسی در تل‌آویو که ایران بی اندازه بزرگ است و باید کوچیک بشه. جدا از اینکه ربطی با جمهوری اسلامی داشته باشه، این سخنان برنارد لوئیس در حدود 9 سال پیش از انقلاب 57 بود و یه نظریه‌ای به طور کلی شکل گرفت و امروز هم به ویژه با این درگیری هایی که در خاورمیانه به وجود آمده، دولت های مانند عربستان به ویژه به تازگی با دعوتی که از سران گروه های قومی کردند که بروند مراسم حج و برخی از کسانی که اصلا در تمام زندگی حتی آشنایی با نماز هم نداشتن حاجی شدن در این مراسم و پول خوبی هم گرفتن، باز هم داستان قومگرایی در ایران بالا گرفته. از سوی دیگر از دیرباز این بحث در میان بسیاری از روشنفکران ایرانی به ویژه چپ مطرح بوده که این تحمیل زبان فارسی بر مردم ایران یکی از کارهای زشت دوران رضا شاهه. این رو اجازه بدید یه حاشیه خدمتتون بگم. یکی از جنبه‌های بسیار بسیار منفی رایج در میان بسیاری از روشنفکران سیاسی ایران در این هستش که با دو چیز خیلی بیگانه، یکی دانش، یکی تاریخه و اهمیتی هم به حقایق تاریخی نمیدن. یعنی به جایی که برن بررسی کنن کی این زبان چیره شده، چرا این زبان چیره شده، خب رضا شاه آماج حمله خوبی است، خیلی چیزها رو میشه کاسکوزه رو سر اون خالی کرد، بنابراین زبان فارسی رو حتما اونا تحمیل کردن. در بین مردم هم چیزهایی در خاطرها هست مانند سیاست‌های نادرستی که در دوره کوتاهی از دوره رضا شاه و دوره کوتاهی از پادشاهی محمد رضا شاه در مثلا آذربایجان وجود داشت که به بچه‌ها اجازه نمیدادن در سنگ تفریح فارسی با هم حرف بزنن. تصور می‌کردن که اگر اینها با هم فارسی حرف نزنن، ترکی حرف بزنن، زبان فارسیشون قوی‌تر خواهد شد. یا حرفایی که در مجلس برخی میگفتن هنگامی که بحث لباس متحدالشکل مطرح شد، این که امیدواریم اعراب هم در ایران، اعراب ایران هم، عشایر هم لباس اروپایی بپوشن و از جمله آقای دشتی در مجلس این رو مطرح کرد که به زودی آدم بشوند. یعنی حتی این رخت پوشیدن رو معیار آدم شدن، یعنی هم مثل که آدم نیستن. یک نوع دیدگاه‌های پاکسازی از بالا هم به ویژه همراه با رشد فاشیسم در آلمان در ایران پیدا شد که به این نوع واکنش‌ها دامن زد. این است که از دیرباز من در این اندیشه بودم که یک رشته مقالات نوشتم، نزدیک به 23 مقاله در این راستا نوشتم در سالهای گذشته در نقد به این قومگرایی‌ها و کوشش در ویران ساختن شیرازه یکپارچگی ایران و قرار شدم که اینها رو تبدیل به یک کتابی بکنم و درباره زبان فارسی هم بپژوهم و اینم از نکاتی است که زنده یاد کسروی خیلی پافشاری میکرد که ما ایرانیان واژه‌های فارسی رو، افعال رو، افعال ترکیبی، این واژه کردن رو هر جا کم میاریم ازش استفاده میکنیم. مثلا میگیم گریه کردن، در حالی که خب گریستن داریم، یا خنده کردن در حالی که خندیدن داریم، و یا پژوهش کردن، خب پژوهیدن در واقع درست‌تر هست، ولی برای روان نشده بین ما ایرانی‌ها. باید به گفته کسروی به اینقدر بگوییم که روان بشود. از خردسالی هم نکاتی در ذهن من نقش بسته بود. در خانه ما کسی خانه ما کار میکرد که من اصلا نمیدونم چگونه وارد کار خانه ما شده بود، به نام مراد. این بلوچ بود و هنگامی که گاهی وقتا از تلفن منزل ما استفاده میکرد و با خویشاوندانش صحبت میکرد، معلوم بود که اصلا زبانش برای زبان من در اون سنینی که به هر حال داشتم وارد دبیرستان شده بودم و اینها خیلی ناسازگار بود، نمیفهمیدم چی میگه. و گاه که می‌نشستم پای صحبتش رو از روی حافظه شعری به بلوچی میخوند، اینجا و اونجا شاید واژه‌هایی رو در میافتم، ولی بر روی زبان متفاوتی بود. آدم دیگری کار میکرد در
برای دوره‌ای در منزل ما اهل قوچان بود و بعدها من فهمیدم کرد قوچانی است، یعنی از کردهای کوچنده به قوچان هست و اون هم زبان خودش رو داشت. و خب دیرپاترین کسی که تو منزل ما کار کرده بود و خیلی با ما مربوط بود و مثل فرزند خانواده بود، اصلا اسم فامیلیش بود قراقزلو، دیگه معلوم هست که از کجا آمده بود. و خب لهجه بسیار شیرینی، هنوز هم گاهی وقتا تلفن میکنه هر روز. برای من همیشه این پرسش وجود می داشت که چگونه مردمانی با این همه زبانهای گوناگون که البته اون زمان آشنا نبودم چند اندازه زبانها در ایران وجود داره، چگونه کنار هم زیستند و چگونه زبان فارسی چیره شده. و هنگامی که به پژوهش این کار پرداختم دریافتم که در ایران، شاید برای شما شگفت آور هم باشه، دست کم 200 زبان زنده وجود داره، نه لهجه نه گویش بلکه زبان. و بسیاری چیزهایی که تصور می شود گویش یا لهجه است در واقع یک نوع بنگویشه، مانند زبان گیلانی که به نادرست خیلی ها فکر میکنه یک لهجه ای از زبانهای فارسی است، در حالی که ریشه زبان فارسی نزدیک است به پهلوی، ولی زبان گیلانی خویشاوندی خیلی بیشتری با زبان پهلوی داره و استرکتور زبانیش هم متفاوته. یا زبان مازندرانی که باز هم میگویند که لهجه مازندرانی، در حالی که زبان هست. شما اگر دیوان شعر نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران رو به زبان مازندرانی بخوانید، اگر به زبان مازندرانی آشنا نباشید برای شما همون اندازه بیگانه است که دیوان شعری به کردی. اینها زبان هست. در خوزستان 2 شهر بسیار نزدیک به یکدیگر، شوشتر و دسفول، به 2 زبان متفاوت صحبت می‌کنند که برای اونها نزدیک هست چون از ریشه خوزی میاد، ولی برای یک مسافر به شوشتر یا دسفول این زبان متفاوتی است. از این حتی فراتر میرم، در پیرامون سمنان دست کم 6 زبان وجود داره. 2 شهر سنگسر و شهر میرزاد فاصله شاید 20 کیلومتر بیشتر با هم نداشته باشند، ولی زبان شهر میرزادی و زبان سنگسری 2 زبان متفاوت. زبان سنگسری یکی از تنها زبانهایی است در ایران که صیغه مذکر مؤنث داره و اصلا ربطی به زبان فارسی نداره. از این هم فراتر برم، شما اگر به فارس، در گوش و کنار فارس سفر کنید، در بخش‌هایی از فارس که یک زمانی شهر بسیار کهنی به نام ویجه وجود داشته، زبان ویجه‌ای که زبان مادری حافظ بوده، زبان بومی که حافظ باش بزرگ شده، زبان ویجه‌ای است، نه زبان فارسی که به اون شعر سروده. و جالب اینجاست که بیشتر سرایندگان برجسته نامآور تاریخ ایران زبان مادریشون فارسی نبوده. زبان مادری نظامی گنجه‌ای، خاقانی شروانی و بسیاری دیگر که میتوان از اونها نام برد، یا قطران تبریزی که البته به نادرست تصور میشود که زبان مادریش ترکی بوده، ولی ترکی نبوده، آذری بوده. آذری که امروز اینجا و اونجا به نام تاتی در پیرامون اردبیل نشانه‌هایی ازش هنوز وجود داره که کسروی هم دربارش نوشته، و بسیاری زبان‌های دیگر در ایران. و بنابراین این پرسش وجود دارد که با این تنوع زبانی که بخشی از اون به دلیل گسترش امپراتوری تاریخی ایران بوده و بخش دیگر هم به دلیل کوچ گسترده اقوام و دسته‌های ایلی و غیره در ایران و رفت آمد دسته‌های ایلی، این زبان فارسی چگونه سربلند کرده و چرا سربلند کرده، با کدام نیروی دولتی در واقع چیره شده. و شاید برای شما شگفت‌آور باشه، من هنگامی که پیش از اینکه سخنم رو در واقع در این زمینه آغاز کنم یا بیشتر توضیح بدهم، میخوام یه نکته‌ای رو به عنوان نمونه برای شما اگر پیدا کنم در اینجا، چون این متاسفانه این ورقه‌هایی که من با خودم آورده بودم در یکی از این بخش‌های سفر در هم ریخت و من فراموش کرده بودم شماره صفحه بگذارم. اینی که و این روزها انقدر واقعا خسته بودم که نرسیدم که به این صفحه گذاری برسم. بذارید من نمونه‌ای برای شما از یک موردی بگم که شاید خیلی پر از پرسش باشه که چرا این اتفاق افتاده. در دوران پیش از آمدن دولت صفوی، پیدایش دولت صفوی، 2 تا
اتحادیه ترکمان تبار بر ایران چیره بودند، بر بخش‌های مختلف ایران، آقویونلو و قراقویونلو، سپید گوسفندان و سیاه گوسفندان. از نام اونها و از پیشینه اونها آشکار و روشن است که زبان این مردم یکی از شاخه‌های زبان ترکی است یا زبان‌های ترکیکه. ولی جهانشاه خان قراقویونلو، آخرین در واقع پادشاه برجسته و بزرگ قراقویونلو، دیوان شعری داره به فارسی و عنوانی داره به نام حقیقی که این دیوان شعر رو داده جامی، که از جامی بپرسه که چون جامی موقع در تبریز زندگی می‌کرده که نظر شما راجع به دیوان شعر من چیه. البته جامی بیچارم که هیبت جهانشاه خان رو دیده بوده گفته دیوان بسیار بسیار وزین و خوبی است و احتمالاً جز این هم نمیتونسته بگه. شعرهای وزینی هم درش داره. فرزندی داشته این جهانشاه خان به نام پیر بوداق یا پیر بوداق، از اسمایی به اصطلاح ترکی. این پیر بوداق از طرف جهانشاه قراقویونلو و حاکم شیراز بوده. خیلی هم به شعر و ادب و کتاب علاقه داشته و خوشنویسان رو جمع کرده بود و فیلش هوای هندوستان میکنه و میگه من چرا خودم پادشاه نشم. شورش میکنه علیه پدر حمله میکنه که پسر رو شکست بده. ایشون فرار میکنه میره بغداد رو میگیره و خودشو پادشاه اون منطقه اعلام میکنه و پدر لشکرکشی میکنه مانند دیگر دورهای تاریخ ایران که پدر و پسر و برادران با هم میجنگیدن که این فرزند رو سرکوب کنه. هنگامی که بغداد رو محاصره کرده بوده پیامی میفرسته برای پسرش که تسلیم بشه. این شاه قراقویونلو هست. پیامش یک قصیده بسیار طولانی است که با این مطلع آغاز میشه: ای خلف از راه مخالف بتاب، تیغ بیفکن که منم آفتاب، شاه منم ملک و خلافت مراست، تو خلفی از تو خلافت خطاست. برید یک پادشاه ترکمان تبار با پسرش به زبان شعر فارسی در واقع هشدار میده که دست از جنگ بکش و تسلیم شو. فرزند جواب میده: نیستم آن طفل که دیدی نخست، بالغم و ملک به بالغ درست، کشور من نیست کم از کشورت، لشکر من نیست کم از لشکرت، خطه بغداد به من شد تمام، کیدم از دست به سودای خام. خب این پرسش پیش میاد که این پدر و پسر قراقویونلو چرا با هم باید با فارسی، اون هم با زبان شعر حرف بزنن؟ و این بیپایگی این بحث‌هایی رو که گویا در ایران یک ملتی بوده به نام ملت فارس که آمده با ضرب شمشیر این زبان رو در حلقوم حاکمان خونریزی مانند سران قراقویونلو و آقویونلو و دیگران فرو برده، خب آشکار میکنه. شما اگر نام شاهان ایران رو بخواهید یندگی ردیف کنید در درازهای تاریخ پس از اسلام، من نام برخی از اینها رو برای شما میخونم تا ببینید که این ملت ساختگی فارس تا چه اندازه بر سرنوشت ایران چیره بودن. بوری تگین تمقاج خان، قلیچ ارسلان، چغرتکین، علاءالدین اتسز یا اتسوز، هر دوش درسته، ایل ارسلان، اینالجوق، توقای بوقاشیج، قلتق اینانجد، تغرلبیک میکائیل سلجوقی، چغربیک علبرسلان چغری، اتابک ابوبکر ایلدگز، قزل ارسلان ازبک، جلال الدین منکوبرنی یعنی خالوربینی و صدها نام ترکی و جغتایی و مغولی و تاتاری که بر روی نام شاهان و بزرگان به هر حال ایران زمین بوده. راستی هم اینه که شما اگر از دورهای کوتاهی که دولت‌های برآمده از خاندان‌های درون ایران که پیش از آمدن اعراب در ایران میزیستند برخواستند، مانند دولت دیلمان یا زیاریان یا دولت سامانی یا دولت صفاری، اگر از این دوره‌های کوتاه، اون هم پراکنده در گوش و کنار ایران، یا کردان شبانکاره فارس، اگر از اینها بگذرید، واقعیت این است که در 200 سال نخست پس از آمدن اسلام به ایران، حکومت‌های یا عرب یا حکومت‌های دست نشانده اعراب چیره بوده و پس از اون هم بجز دوره سامانیان که در خراسان بزرگ چیره بودند،
دولت‌های ترکمان تبار بر ایران چیده بودند که با دولت غزنوی آغاز میشه و جز یک برهه بسیار کوتاهی در دوره زند تا دوره مشروطه و پهلوی ادامه پیدا میکنه که آخرینش دولت قاجار هست که از طایفه قجرنویان، یکی از 9 طایفه قزلباشی که از آناتولی به همراه شاه اسماعیل صفوی در پشتیبانی شاه اسماعیل صفوی به ایران کوچیدند و پایه حکومت صفوی در ایران شدند و زبان فارسی هم به هیچ روی بلد نبودند. تمام این دوران حکومت‌ها در ایران در دست حکومت‌های ترکمان تبار و تاتار و مغول و چیزهای از این دست. حتی در یه دوره‌ای هم کوشیدند که زبان دیوانی در ایران رو زبان عربی بکنند و این موفق نشد. مغولان هم هنگامی که به ایران آمدن در دور دومی که به ایران حمله کردند کوشش کردند زبان اویغوری رو زبان رسمی و دیوانی ایران بکنند و موفق نشدند و زبان فارسی همچنان زبان چیره ایران باقی ماند. این چرایی موضوع در واقع پاسخ به یکی از بغرنجی‌های تاریخ ایران هست که چرا این زبان. برخی از پژوهشگران آمدن و گفتن که به دلیل توانایی‌های زبان، یعنی این همه شمار ما شاعران و نویسندگان و غیره داریم، این انبوه نوشتارهایی که وجود داشته، این باعث شده که زبان فارسی زبان چیره بشود. این در واقع دلیل نیست، این نتیجه است. یعنی چیزی باید، زمینه‌ای باید وجود می داشته که سرودن به این زبان، نوشتن به این زبان، یا همون گوری که گفتم علاقمندی به این که حتی با هم مناظره جنگی به شعر فارسی بکنند پا بگیره در جامعه، وگرنه زبانهای دیگر هم وجود داشته. چرا زبان کردی که به همون اندازه میتوان گفت که دارای توانایی‌هایی است که مانند زبان فارسی دست کم در تاریخ بوده، چرا این زبان چیره نشده؟ چرا زبان گیلانی یا گیلکی که دارای دستور زبان نسبتاً استواری هم هست این چیره نشده؟ چرا عربی پابرجا نمانده در ایران؟ چرا زبان ترکی که 900 سال حکومت‌های ایران یکی از شاخه‌های زبان ترکی یا ترکیک یا آلتایک رو صحبت می‌کرده، این زبان چیره نشده؟ به کلی پاسخ رو میتوان در این داستان‌های ساختگی یافت. آقای رضا براهنی که یک بار هم من با ایشان یک مناظره خیلی تندی داشتم و قهر کردن و رفتن، پاسخ یافته برای این. پاسخش هم در واقع به یکی از بحث‌های من بوده. گفته علتش رحم و مروت و انسانیت قبایل ترک که اینا وقتی به ایران آمدن با محبتی که نسبت به ایرانی‌ها داشتن که در گوش و کنار از کله مردم مناره ساخته بودن از زور محبت، زبان مردم رو اجازه دادن که این زبان بمانه. خب این میدونید برای به ویژه آدم نویسنده با دانشی مثل آقای براهنی واقعا ضعیف و سخیفه که همچین استدلالی بیاره که علت اینکه زبان فارسی مانده در اینی که ترکان مهاجر در ایران، ترکمانان مهاجم در ایران یا مغولان انسان‌های خیلی با رحمی بودن. خب این با تاریخ نمیخونه اصلا. یعنی تصور این که کسی مانند تیمور که اصفهان رو با خاک یکسان کرد عملا، جز 2 محله سادات همه رو کشت، این آنچنان در واقع مهر و محبت نسبت به ایرانی‌ها داشته، گفته حالا ما کشتیم تو ولی به زبان خودتون میتونید شما صحبت کنید. حالا اگر این هم درست باشه، چرا تیمور از تبریز وقتی نامه می‌نویسه به شارل ششم پادشاه اون زمان فرانسه، این نامه رو به فارسی نوشته؟ این که از ترس رضاشاه نبوده که، تیمور هم که از کسی نمی‌ترسیده. نامه رو چرا تیموری که زبان مادریش فارسی نیست به فارسی می‌نویسه؟ و چرا ما با چنین نمونه‌های دیگری در واقع در تاریخ روبرو هستیم؟ البته من نمونه‌های خیلی زیادی رو اینجا میتونم برای شما بخوانم، ولی خب نمیخوام تنها موضوع به سخنرانی بگذره، ترجیح میدم که بیشتر با هم گفتگو داشته باشیم و به پرسش‌های شما پاسخ بدم و در این گفتگو و پرسش و پاسخ در واقع موضوع بیشتر روشن بشه. نامه‌ای هست از سلطان سلیم پادشاه عثمانی، من نامه رو براتون خواهم خوند. من اگر نگویم که این نامه از سلطان سلیم پادشاه عثمانی است که تبریز رو هم گرفته، شما تصور خواهید کرد که یکی از ادیبان بزرگ تاریخ ایران این نامه رو نوشته. این نامه به
عبیدالله خان ازبک هست. در وسط دولت صفوی است. عثمانی ها تبریز رو گرفتن و میخوان دولت صفوی رو براندازن. شاه اسماعیل رو که شیعیگری رو در ایران روان کرده بوده به عنوان کسی که از دین برگشته و رافضی است براندازن. از اون سوی هم ازبک ها نیمی از خراسان رو گرفتن و با این دو نیرو با هم پیمان شدن برای شکست دادن پادشاه صفوی. و این سلطان قدرتمند عثمانی نامه نوشته به عبیدالله خان ازبک و فخر فروخته که من چقدر خوب فارسی بلدم و میتونم از این واژه‌ها استفاده کنم. و عبیدالله خان ازبک در جواب گفته از زبان شاعرمون فردوسی من به شما جواب میدم. و او هم با استقبال از فردوسی شعر سروده و جواب داده به پادشاه عثمانی. خب اینها پرسش‌های بسیار جدی است که چرا و چگونه این زبان به این چنین قدرتی در نه تنها در فلات ایران بلکه در سرزمین‌های پیرامون ایران میرسه که ما گلستانی داریم به نام گلستان بوسنی. این بوسنی یعنی بازنیا، همین یعنی شاعری بوده در بوسن که گلستانی رو بر استقبال از گلستان سعدی سروده به فارسی که معروف شده به گلستان بوسنی. و یا دست کم تا 100 سال پس از آمدن دولت چیرگی دولت بریتانیا بر هند زبان اداری هند زبان فارسی بوده و اصلا سبک هندی یکی از سبک‌های بسیار مهم و ماندگار در شعر فارسی شده. امیر خسرو دهلوی اصلا شاعری است که در اونجا میزیسته و زبانی است که بابر یکی از پادشاهان تیموری از ترکمنستان هنگامی که رفته هند رو گرفته این زبان فارسی رو با خودش برده. اصلا در فلات ایران هم نمیزیسته. از ترکمنستان رفته هندوستان رو گرفته و زبان فارسی رو چیره کرده و در زبان اکبرشاه یکی از نوادگانش زبان فارسی به طور رسمی زبان اداری هند میشه و تا پیش از اینکه انگلیس‌ها برن به اونجا این زبان اداری هند بوده. اولا این زبانی که ما به نام زبان فارسی امروز میشناسیم نام تاریخیش زبان دری است. در دوران ساسانی چند زبان در ایران وجود داشته. زبان اداری ایران زبان پهلوی بود و بیشتر نوشتارها و فرمانها به زبان پهلوی است. زبان دینی ایران زبان کهن‌تری بوده به نام زبان اوستایی و این زبان نوشتارهای دینی اون زمان هست و بسیاری از نوشتارهای دینی کهن از این زبان با این زبان هست. چند زبان دیگر هم پذیرفته شده بوده مانند زبان سغدی و زبان خوزی که زبان مردم خوزستان است و یکی از دو پایتخت بزرگ ایران که تیسفون باشه در کنار سرزمین خوزستان بوده و در نتیجه زبان خوزی هم در دربار شاهان ساسانی مورد پذیرش بوده. زبان دیگری هم به نام زبان دری است که این زبان ریشه در فارسی میانه داره و از همون خانواده فارسی میانه است. یکی از زبان‌های ایرانی است و بخش‌هایی از مردم ایران به این زبان صحبت می‌کردند ولی زبانی بوده که به ویژه در دربار خیلی مورد علاقه بوده و زبانی بوده که در بخش‌های مختلف این امپراتوری بزرگ ایران اون زمان پرورش می‌دادن افراد رو که هنگامی که رفت و آمدهایی هست مثلا مانند میان بازرگانان از مثلا هرات اون زمان تا همدان این طرف کسانی باشند که بتوانند با این زبان با هم صحبت بکنند. یعنی این امپراتوری بزرگی که وجود داشته ببینید ساختار آموزشی مدرن که در اون دوران نبوده که مگر بگوییم که دبستان و دبیرستان ها باید یک زبان رو درس میدادن یا کتاب‌های درسی به یک زبان بوده باشه. پهنه بزرگی بوده، چندین تیره و ایل و پادشاهی در اون شاهی در اون وجود می داشته، هر یک به زبانی، ولی اینها باید میتونستن با هم سخن بگویند. فرمانهای دولتی به زبان پهلوی بوده، تمام دیوان به زبان پهلوی بوده، ولی این زبان دری هم زبانی بوده، حالا میشه گفت اسمش گفت به عربی بین الاقوام، یعنی زبان بین این گروه ها که بتونن با هم گفتگو کنن. هنگامی که اعراب دیوان رو در ایران به عربی برمیگردانند و زبان پهلوی رو در واقع برمیچینند و بسیاری از نوشتارهای به زبان پهلوی رو از میان میبرند، زبان دری پای بر جای میمونه و از سیستان و خراسان سر بلند میکنه و
رفته رفته گسترش پیدا میکنه و این نخست بهش میگفتن فارسی دری و رفته رفته دری هم از اون میفته و میشه فارسی. البته امروز در بخش‌های زیادی از افغانستان و تاجیکستان همچنان به این زبان دری میگویند و اندکی با اینکه استرکتور زبانیش با فارسی یکیست، اندکی واژه‌هاش با زبان فارسی یا کارواژه‌های اون با زبان فارسی اندکی متفاوته، زیاد نه ولی از یک ریشه و از یک خانواده هستن. نخستین جایی هم که در این سرزمین پهناور دورانی که خلافت اسلامی چیره بوده نشانه‌هایی از بازگشت زبان فارسی به چشم می‌خوره، این که میگویم بازگشت برای اینکه ما این زبان رو پیش از خیلی‌ها فکر می‌کنن زبان اختراعی پس از آمدن اعرابه. ما خیلی این زبان رو در میان مردم بخش‌های زیادی از ایران داشتیم. حتی در نوشته‌های سفرنامه نویسان، جغرافیدانان سده‌های آغازین اسلام آمده که مردم پهلویات می‌خوندند یا شعر می‌خوندند، می‌سرودند به زبان بومی که این رو بعدها فهمیدن که این با همون زبان فارسی نزدیکی داره. ولی نخستین جایی که ما سندی داریم که این زبان سربلند کرده در دربار یعقوب لیث هست که هنگامی که یکی از شاعران برجسته دربار او وصف او رو میگوید به زبان عربی، او برافروخته میشه، میگه به زبانی که من ندانم چرا سرودن. این رو بنابراین خیلی ها معتقدن که وصیف سگزی او در واقع نخستین شاعر زبان فارسی است که معلوم نیست این درست بوده باشد، ولی به هر روی یکی از نخستین شاعرانی است که از او سروده‌های به زبان فارسی باقی مانده. این سگزی هم یعنی سیستانی، چون در واقع واژه کهن منطقه سگستان بوده و سگزی یعنی کسی که در سگ میزیسته، در سگستان میزیسته و بنابراین سگزیه. این وصیف سگزی، وصیف در واقع کسی که در سگستان یا اون منطقه زندگی میکرده به عنوان نخستین شاعر فارسی گوی ای امیران جهان با این مطلع آغاز میشه. خب خیلی شنیدین حتما در دوره دبستان و غیره این شعر و دبیرستان این رو میخوندن. ولی این زبان هنوز زبان چیره نیست. از نوشته‌هایی که در دست است، از جمله به نام تاریخ سیستان که نویسنده گمنام اون رو نوشته و در حدود 100 سال پیش بوده که نخستین بار این نوشته کشف شده، پیداست که هنگامی که یعقوب بر خراسان نیشابور چیره میشه با مردم نیشابور با این زبان سخن میگه و این اسنادش موجود هست. ولی این زبان هنوز زبان چیره نیست، زبان در حال گسترش نیست. تا میرسیم به دوران غزنویان، نخستین دولت ترکمان تبار ایران، که دو رویداد با هم همزمان میشه و این دو رویدادی که با هم همزمان شده آغاز فراز زبان فارسی در این سپهر فرهنگی ایران بزرگ است و چیرگی این زبان. یکی از اینها کاری است که فردوسی آغاز میکنه. این رو البته اجازه بدید که یه مقدمه اینجا بگم. این داستان‌هایی که همه شنیدند و خوندند و غیره که فردوسی رو بردند پیش سلطان محمود و او برو مثلا برای هر بیت من اینقدر به تو درهم میدهم، اینا همش داستان. از نقطه نظر تاریخی، چون دو بار شاهنامه رو فردوسی تنظیم کرده. بار نخست که شاهنامه تنظیم شده سلطان محمود هنوز پادشاه نیست، بنابراین نمیتونسته. تو خودش خوشبختانه فردوسی در شاهنامه این 2 سال رو 2 بار رو گفته به شعر که من کی این شعر رو، این شاهنامه رو تنظیم کردم. و این 2 موردی که گفته شده سال 400 که آخرین موردی است که شاهنامه رو تنظیم کرده، بازنویسی کرده، دوران پادشاهی سلطان محمود هست. ولی بار نخستی که این کارو کرده سلطان محمود یکی از شاهزادگانی است که پرورش داره پیدا میکنه برای جانشینی پدرش در خراسان بزرگ، در هرات بوده و بنابراین اصلا نمیتونسته با فردوسی دیداری داشته باشه و این کار رو فردوسی به همراه گروه گسترده‌ای از کسانی که علاقمند بودند به این که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در مقابل دولت‌های
یا حکومت‌های آمده از بیرون از ایران سر بلند کنه، در واقع اونها انجام دادن. ولی یک ارتباطی وجود داره بین این کار فردوسی و این نکته دومی که میخوام خدمتتون بگم. سلطان محمود غزنوی قبل از اینکه سلطان بشود وزیری داشته که البته این وزیر پیش از اینکه وزیر سلطان محمود بشه در دربار سامانیان از بلندپایگان و ادیبان بوده، به نام ابوالعباس فضل اسفراینی. اسفراینی هم گفته میشه، هر دو درسته، ولی اسفراین به نظر میاد که درست‌تر باشه. اسفراین هم جاییست در خراسان بزرگ. این ابوالعباس فضل اسفراینی از دبیران و نویسندگان کاتبان دربار سامانی بوده و هنگامی که سلطان محمود چیره میشه، یعنی در واقع پیش از اینکه سلطان محمود چیره بشه، هنگامی که پدرش که از سپهسالاران ارتش، یا حالا میگیم ارتش ولی نیروی جنگی سامانیان بوده، این ابوالعباس رو به عنوان یکی از نویسندگان خودش، یکی از میرزایان خودش به خدمت میگیره و بعدها این آدم میشود آموزگار و سپس وزیر سلطان محمود و برای دوره طولانی وزیر سلطان محمود بوده تا اینکه در ماجرایی از چشم سلطان محمود میفته و خانه نشین میشه و گویا یق میکنه یا اینکه میکشن، معلوم نیست این ماجرا. حالا اینکه چرا از چشم سلطان محمود افتادم خودش ماجرای جالبی است. سلطان محمود سخت به غلام بچگان علاقه داشته و گویا این ابوالعباس فضل اسفراینی در یک از سفرها غلام بچه خیلی زیبایی رو خریده بوده و این رو از سلطان پنهان کرده بوده تا اینکه خبر میرسه به سلطان محمود که شما چه نشستی، یک جوانک که بسیار خوشرویی در خانه وزیر شما هست که این وزیر با شما این رو شریک نمیشه. و خب این خیلی به سلطان محمود بر میخوره. یعنی دعوا در واقع سیاسی هم نبوده، برمیگرده به سر یک ایاز دیگری، چون میدونید که سلطان محمود ماجراش با ایاز خیلی معروف است. این وزیر در واقع در کنار فردوسی یکی از خدمتگزاران بزرگ فراز زبان فارسی در ایران، با فردوسی هم آشنایی داره و کسی است که شاهنامه فردوسی و خود فردوسی رو اوست که به سلطان محمود پس از اینکه شاهنامه نوشته شده معرفی میکنه و اینها نوشته‌ها درباره این اسناد تقریبا موجوده. کار بلند و بزرگی که ابوالعباس فضل اسفراینی میکنه و میراث اون امروز به ما رسیده در این است که دستور میدهد زبان دیوان از عربی به فارسی برگرده. زبان دیوان یعنی چی؟ یعنی زبانی که فرمانها رو می‌نوشتن، زبانی که مثلا اگر می‌خواستن کسی رو به حکومت منطقه از خراسان بنشانند، دبیری در این دیوان فرمانی به این زبان می‌نوشته و می‌فرستاده به اون آدم که شما از این به بعد به فرمان مطاع ملوکانه، البته اینا عبارات امروزی است، حاکم مثلا بیرجند هستید. بیشتر به عربی بوده، همون گونه که زبان دینی به عربی بوده و زبان علمی به عربی بوده، زبان فرمانها هم به عربی بوده. در دوره‌ای که یعقوب لیث چیره می شود، در تمام اون دوران فرمانها به فارسی نوشته می شده، ولی به طور رسمی زبان دیوانی فارسی نشده بوده. سلطان محمود غزنوی که نخستین پادشاهی بزرگ بعد از اسلام رو تا حدودی مستقل از خلافت به وجود می آورد، نخستین دورانی است که زبان دیوان در ایران فارسی می شود. هنگامی که زبان دیوان در کشوری فارسی می شود، یعنی همه کسانی که با این دیوان باید کار کنند باید فارسی یاد بگیرند. اون زمان که بودجه دانشگاهی نبوده که افراد برن و مثلا بورس بگیرن، مثلا کتاب به فارسی بنویسن. اگه کاتب بودند و میخواستن با دیوان کار کنند، چه دیوان مرکزی چه دیوانهای محلی، باید با اون زبانی کار میکردن که اون زبان شکلی به اونها میداده. اگر زبان دیوان مرکزی میشود زبان فارسی و زبان دیوانهای محلی هم به ناچار میشود زبان فارسی، کسانی که در گوش و کنار کاتب بودن، خوشنویس بودن، علاقمند بودن به اینکه از این راه نانی در بیاورند یا متن
دیوانیان رو بگن، از اونها صله‌ای بگیرن، از اونها پولی بگیرن، باید با زبانی کار میکردن که شده زبان دیوان. همون که شما که امروز آمدید به آلمان، اگه میخواهید در این کشور به جایی برسید، با زبان فارسی نمیتونید برسید. خیلی میتونید تو خونتون فارسی صحبت کنید. اگه میخواید شغل بلندی بگیرید، باید آلمانی بلد باشید. فرزندانتون رو هم تشویق میکنید که برید آلمانی یاد بگیرید که بتونید شغل داشته باشید. در آمریکا که من زندگی میکنم، به ویژه کالیفرنیا، یک گروه گسترده‌ای از اسپانیایی تباران یا مکزیکی تباران و آمریکای مرکزی تباران مهاجر هستن. همه پدر مادرهای اینا بهشون توصیه میکنن که برید انگلیسی یاد بگیرید که از کارگر کشاورزی تبدیل بشید به یه آدم بلندپایه‌تر. بنابراین هنگامی که زبان دیوانی در یه جامعه می شود، زبان اداری اون جامعه می شود، دیگران هم که با این دیوان باید کار بکنن، خواسته و ناخواسته این زبان رو می آموزن تا رفته رفته این زبان بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و یکی از دلایلی که شعر می سرودند این نبوده که افراد نشسته بودن منزل و خیلی طبع شعر داشتن. یکی از دلایل این بوده که شعر یکی از راه‌های هنری فرح بخش برای امیران و حاکمان و غیره هم بوده. شما در غرب موسیقی مجلسی دارید، یه یاد می‌گرفتن و می‌رفتن با اجرای موسیقی مجلسی در مثلا دربار فلان پادشاه یا فلان حاکم یا فلان رئیس دینی، خب حقوقی هم می‌گرفتن. شعر این خاصیت رو هم داشته. بگذاریم که شاعرانی بودن که به راستی سروده های اونها جدا از این حالت است، ولی به هر روی آدمی مانند حافظ هم که یکی از قله های ادب فارسی است، باید گاهی وقتا شعر مدح یکی از حاکمان شیراز رو میگفته، برای اینکه مانند فردوسی نبوده که فردوسی دهقان بوده، دهقان به مفهوم اون زمان دارایی داشته، دیگران کمک میکردن و غیره، ولی دیگران باید مدح شاهی رو میگفتن. خاقانی شروانی تقریبا همزمان هم مدح شاهان شروان رو میگفته، شروان شاهان، و هم اتابکان آذربایجان رو. هر دو این هم زبان مادریشون غیر از زبان خاقانی است، ولی به هر روی با اینها با این زبان سخن میگفته و از این راه زندگی میکرده. اونها هم که اهل شعر نبودن، کاتب بودن، نویسنده بودن، مستوفی بودن، مالیات جمع کن بودن، کارهای دیوانی میخواستن بکنن، بنابراین به ناچار رفته رفته بیشتر با این زبان کار میکنن و خود زبان رو رشد میدن. ماندگاری زبان هم در گستره نوشتاری اون هست. زبانهایی که تنها میراث گفتاری داره رشد نمیکنه. بسیاری از زبانهایی که گفتم، نزدیک به 200 زبان در ایران وجود داره، زبانهای گفتاری است، زبانهایی که همین اشاره کردن دسفولی و شوشتری. ما انبوهی کتاب به زبان دسفولی و شوشتری نداریم. سینه به سینه مردم شعرها رو گفتند و یادداشت کردن و چه بسا که در گفتن و یادداشت کردن دگرگون هم شده باشه. در میان این زبانهایی که وجود داشته در ایران شمار بسیاری نیستش که یک گنجینه کهن نوشتاری داشته. از جمله کسانی که ترک زبان بودند یا مغول زبان بودند یا تاتار بودند و وارد این فرهنگ ایران میشوند، از آنجایی که از فرهنگ سرزمین‌های فرودستر از ایران وارد این سرزمینی میشوند که از نقطه نظر فرهنگی فرادستر بوده، بلندپایه‌تر بوده، زبانی رو نداشتند که این گنجینه نوشتاری قوی‌تری از زبان فارسی داشته باشه. یعنی مثلا سلجوقیان وقتی وارد ایران میشوند با خودشون یک کوله‌بار کتابخانه به زبان ترکی اویغوری یا ترکیه یا زبانهای سغدی، ببخشید سغدی نه، جغتایی، با خودشون نمیارن به ایران. اصلا چیزی نداشتن به این زبان، با خودشون به این زبان صحبت میکردن. ولی ما اینجا و اونجا افرادی داشتیم مانند کاشغری و دیگران که به زبان جغتایی نوشتارهای از اون باقی مونده. تا 50 سال پیش مجموعه نوشته‌هایی که به زبان بلوچی وجود داشت از 27-8 کتاب بیشتر تجاوز نمی‌کرد. بیشتر اونها رو هم اروپاییان نوشته بودند در مورد این زبان. اونها که علاقه‌مند به این زبان بودند، سفر کرده بودند. زبان سنگسری که از اون سخن گفتم، تنها در 40-50 سال گذشته
نوشتاری شده، اون هم به کمک یک دانمارکی که آمده با یکی از بزرگان سنگسر همکاری کرده و این زبان رو براش در واقع لغتنامه نوشته و زبان رو نوشتاری کرده. زبان فارسی اینگونه نبوده. زبان فارسی پیشینه کهن داشته و از زمان سامانیان نوشتاری می شود و نه تنها نوشتاری می شود، یکی از بزرگترین گنجینه های نوشتاری تاریخ تا اون زمان به این زبان وجود داشته که شاهنامه است. شاهنامه فکر نکنید تأثیر کمی در میان مردم داره. با زبان رزمی حماسی سروده شده، تاریخ یک ملتی است. راست و دروغ کار ندارم، بیشترم راست، جنبه های افسانه‌ای درش هست، ولی این و به ویژه از سبکی در شعر استفاده می‌کنه که ساده ترین سبک های شعر هست، برای همین هم خیلی تقلید کردن از اون و در نتیجه مردم به طور ساده میتوانند یاد بگیرن و به همین دلیل هم شاهنامه خوانی و شاهنامه سرایی های شبیه شاهنامه رواج پیدا میکنه. وقتی هم زبان دیوان میشه دیگه کندن این از جا ناممکن است و بنابراین هنگامی که سلجوقیان با فرهنگ آمده از آسیای میانه صحرانشینان وارد ایران میشوند و طغرل نخستین دولت سراسری ترک تبار رو در ایران ایجاد میکنه، با کسانی روبروست برای اداره کشور مانند خواجه نظام الملک و اینها که اینا زبانشون فارسیه، زبان دیوان فارسیه، نمیتونه دستور و بخشنامه صادر کنه که از این به بعد همه شما به ترکی بنویسید. باید بیان بنابراین یک آموزشگاه بذارن، همه رو آگاه کنن به زبان ترکی که اصلا همچین آدم‌هایی ندارن. بنابراین ساده تر هستش که خودشون فارسی یاد بگیرن و بنابراین درست پدیده از اون رو می شود. به جایی که سلجوقیان آورنده زبان ترکی به ایران باشند، زبان فارسی را از خراسان بر می دارن میبرن به آناتولی و تا قرن 17 زبان دیوانی و ادبی دولت عثمانی زبان فارسی است و این میراث دولت سلجوقی است. یعنی یک دولت ترک تباری از آسیای میانه آمده، کوچ مهاجمانه به ایران کرده، بر ایران چیره شده، یک دولت سراسری ایجاد کرده که دولت سراسری زبانش زبان فارسی است و این زبان رو برده در یه سرزمین دیگری که در این سرزمین وقتی این زبان چیره شده دولت ترک تبار در اونجا چیره است و به همین دلیل هم هستش که سلطان محمد فاتح وقتی که قسطنطنیه رو فتح میکنه، نامه‌ای که برای پسرش مصطفی در قونیه نوشته خبر فتح قسطنطنیه رو داده، این نامه به فارسیه، چون در دربار عثمانی تصور این بوده که این زبانی که ما باهاش حرف میزنیم که زبان ترکی است این زبان عوامه، این زبان فارسی زبان خواصه، من باید با این زبان در واقع به پسرم خبر بدم. احتمالاً خودش بر این زبان چیره نیست ولی میرزایان و نویسندگان پیرامونش هستن که به این زبان می نویسن. از جمله من اینجا نوشته‌ای را آوردم، اگه باشه راجبش صحبت خواهم کرد، راجب فردی به نام حامدی اصفهانی. حامدی اصفهانی شاعر دربار سلطان محمد فاتح، یعنی سلطان محمد فاتح یه شاعر اصلی داره اسمش از حامدی اصفهانی، چند بیت شعر به ترکی گفته ولی اساساً دیوانش و نوشته‌هاش در متن از جمله سلطان همش به فارسی و این نتیجه است که نتیجه آمدن سلجوقیان. پس از سلجوقیان دولت خوارزمشاهی بر ایران چیره می شود، بر بخش‌های از ایران. اونها هم با اینکه ترک تبار بودن از نقطه نظر تاریخی، اونها هم در واقع زبان فارسی رو برمی‌گزینن. اجازه بدید یه حاشیه در اینجا برم. در اون دوران چیرگی تاریخی فرهنگ ایران از جمله به کمک چیزهایی مانند شاهنامه و نوشتارهای دیگر آنچنان بوده که بیشتر حکومت‌های ترک تبار چیره بر ایران برای خودشون شناسنامه تاریخی جعل می‌کنند و در مورد شناسنامه تاریخی نویسی تا جایی جلو می‌روند که یک کسی که در دوران سلجوقیان محکوم مرگ شده بوده، از اونجایی که در زندان پادشاه یک شناسنامه تاریخی برای یکی از شاهان سلجوقی می‌نویسه که پیشینه اونها رو به بهرام گور
ربط میده آزادش میکنن. یعنی شاه سلجوقی خوشحال شده که به جای اینکه پیشینش یه کسی باشه ناآشنا ناروشن از مثلا آسیای میانه، پادشاه بهرام گور که در شاهنامه ازش صحبت شده او در واقع نیای اوست. دوره غزنوی هم همینطوره. سلطان محمود غزنوی، با اینکه ما یه نوشته‌ای داریم خیلی جالب است، پدر سلطان محمود غزنوی یک پندنامه‌ای نوشته برای پسرش که چگونه پادشاهی کن به فارسی، و این پندنامه موجود هست و در این پندنامه گفته ما کی هستیم. گفته ما برده بودیم، از فلان طایفه آمدیم در آسیای میانه، ما رو گرفتن فروختن، این شکلی ما در واقع بزرگ شدیم. با این همه سلطان محمود غزنوی دستور میده که براش یک شجره‌نامه تهیه کنند و شجره‌نامه او به انوشیروان دادگر بازمیگرده. تنها کشوری بوده، تنها فرهنگی بوده که فاتحان در واقع شیفته فرهنگ ملت مفتوح می شدن و می خواستن اون رو، تا جایی که وقتی به دوره مغول می رسیم، قازان خان که نخستین کسی است که در واقع خودش رو پادشاه ایران زمین اعلام میکنه، با همین عبارت پادشاه ایران زمین اعلام میکنه و گسست میده خودش رو از دوره مغول، دستور میده که فردی به نام کاشانی بیاید و میگه چرا ایرانی ها شاهنامه داشته باشن، یه شاهنامه در مورد ما مغول ها بسازید. و یه شاهنامه حدود 25,000 بیت، این کاشانی شاهنامه بسیار سبکی به فارسی تهیه کرده در مورد مغول. یعنی اون تو هم رستم پیدا کرده و عرض کنم که رستم مغول و شاهنامه درست کرده و این علاقمند بوده که همون جور که شاهنامه تاریخ ایرانیان رو جاودان کرده، یه شاهنامه هم بیاد و تاریخ مغول رو جاودان کنه. زبان فارسی وقتی به این ترتیب چیره می شود و یک انبوهی از کتاب‌ها به این زبان نوشته می شود و زبان دیوان می شود، زبان‌های دیگر زبان‌های تابع می شود، ولی هیچگاه زبان‌های دیگر از بین نمیرن. یعنی مردم به زبان مادری خودشون سخن میگفتند، با این زبان در دیوان و در کشور زندگی میکردن. خاقانی، نظامی گنجه‌ای نمونه خیلی خوبی است. قطران تبریزی، نظامی گنجه‌ای در گنجه میزیسته، از مادری مسیحی و پدری که زبان مادریش زبان یکی از شاخه‌های زبان پهلوی بوده، همین زبانی که بعدها آذری خوانده شد، تاتی. نوشته‌های او به فارسی است و از اوست که این شعر به جای مانده: همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین گفته خجل. ببینید یک احساس افتخار سرزمینی داره نسبت به ایران نظامی. یا خاقانی شروانی که از او این خیلی چیزها باقی مونده، ولی به ویژه این قصیده بلندی که درباره مدائن سروده و این احساس به هر حال اندوهی که از میان رفتن این نماد تاریخی میکنه، نشان در واقع یک احساس نسبت به یک تاریخ هست. نکته رو اینجا خدمتتون کناری بگم، در تاریخ کشورهای جهان، کشورهایی که پیشینه تاریخی دارند و ملت‌ها از اونها شکل گرفتن، مانند آلمان، فرانسه، ایران، کشورهای دیگر، ما دو نوع ریشه ناسیونالیسم داریم. یکی ناسیونالیسم خاکی است و دیگری ناسیونالیسم خونی. ناسیونالیسم خونی آن چیزی است که به فاشیسم انجامید، یعنی میگه ما ژرمن هستیم، نژاد ژرمن نژاد برتره. ناسیونالیسم خاکی، ناسیونالیسم میگه ما ایرانی هستیم، یعنی به این خاک تعلق داریم، نژاد نیست ایرانی بودن، چون در درون این سرزمین ایران شما تیر و تبارهای گوناگون دارید. نه تنها تیر و تبارهای گوناگون دارید، بسیاری از سرایندگان و بزرگان و امیران و شاهانش اصلا از بیرون آمدند و زبان مادریشون هم این زبان نبوده. بنابراین ناسیونالیسم خاکی، ناسیونالیسم مثل ایالات متحده آمریکاست که بر پایه یک سرزمین در واقع یک احساس هویت ملی به وجود میاد و تاریخ. ناسیونالیسم خونی مانند مثلا شما اگه آلمان رو نگاه کنید یا مثلا در پیدایش دولت اسرائیل، یهودی بودن معیار تبعیت این کشوره. یا شما تا اونجا که من میدونم اگه 1/4 هم آلمانی باشید میتونید برید پاسپورت آلمانی بگیرید و از آلمانی بودن بهره مند بشید. همین رو هم خیلی از لهستانی ها و دیگران استفاده کردن و کوچ کردن به آلمان و از مواهب جامعه آلمان بهره مند شدن.
در حالی که در مورد ایران همچین معیاری وجود نداشته و نخستین دولتی در تاریخ ایران که دولت غیر ترکمان بوده دولت پهلوی است که تازه پادشاهش راحت‌تر به زبان ترکی اول حرف می‌زده، چون در قزاق‌خونه بزرگ شده بوده رضا شاه و مادر محمد رضا شاه زاده قفقازه و بنابراین اصلا این معیارها وجود نداشته، ولی بر روی نخستین دولتی است که از یک تیره ایلی ترک برنخواسته یا ترکمان برنخواسته یا مغول برنخواسته. دیگران اینگونه نبودن. با این همه ما نمیتوانیم برگردیم به تاریخ نگاه کنیم و تصور کنیم این دوره 900 ساله 800 ساله حکومت تیر و تبارهای ترکمان اشغال ایران هست، برای که اینها خیلی سریع ایرانی میشن و نه تنها ایرانی میشن بلکه خط نستعلیق رو در دوران پسر و نوه تیمور میسازن. شاهنامه بایسونقر رو نوه تیمور به جای گذارده و خودشون میشن از پشتیبانان فرهنگی که آمده بودن و ظاهراً برش چیره شده بودن و این احساس تعهد به این زبان و سرزمین و تاریخ رو من برای نمونه‌ای برای شما میآورم که در تاریخ دربارش خیلی دروغ گفته شده. عرض کنم که خب میدانیم که شاه اسماعیل صفوی پادشاه جوان 14 ساله‌ای بوده که نخست به ضرب شمشیر تبریز رو گرفته و تبریز رو شیعه کرده. تبریزی که به گفته تاریخ نویسان اون زمان از 6 دانگ 4 دانگش اهل سنت بوده، یعنی بیشتر مردم تبریز سنی بودن. با کشتار نزدیک 20,000 نفر در یک هفته همه تبریز شیعی شد و به تدریج همه ایران شیعی شد. همه اینها رو در مورد شاه اسماعیل صفوی میدانیم و میدانیم که شاه اسماعیل صفوی بر گرده قزلباشان ایران رو گرفت. اگرچه خودش ترکمان تبار نبود، ولی اون 9 طایفه قزلباش که با او پیمان بستند و از آناتولی به آذربایجان آمدن و سپس به سرتاسر ایران گسترش دادن حکومت صفوی رو، اونها ترک زبان بودند و اصلا علاقه هم به زبان فارسی در آغاز نداشتن. پادشاه شیعی آمده با تعصب آیین شیعی رو داره گسترش میده، نیروی نظامیش هم ترک زبانه. نخستین چیزی که باید به ذهن شما خطور کنه اینی که اسم فرزندان این آدم چیه؟ قاطعاً علی و اصغر و اکبر و ایناست دیگه؟ نه، سامه، طهماسبه، ارجاسبه، رستمه. اسم دختراش زهرا و سکینه و رقیه نیست، تهمینه است، مهینه، اسامی شاهنامه است. یک پادشاه متعصب شیعی به کمک شمشیر قزلباش بر کشور چیره شده، هویت خودش از تو شاهنامه جستجو میکنه و این توانایی فرهنگ رو نشون میده و نه تنها این کارو میکنه بلکه شاهنامه خوانی رو در کشور رواج میده و اجباری میکنه و فرزندش دستور میده که همون گونه که تیموریان و مغولان شاهنامه نوشتن، شاهنامه بایسونقر و شاهنامه دموت، نه که نوشتن، گردآوری و نقاشی کردن، شما یک شاهنامه تازه‌ای برای دوران متهیأ کنید. و میرود و عباسی و دیگر بزرگترین نقاشان تاریخ ایران رو از هرات میآورد به تبریز، مکتب تبریز رو برای نقاشی به وجود میآورند و شاهنامه خلق میشود به نام شاهنامه طهماسبی که دیگه شاه اسماعیل مرده بوده. که این شاهنامه طهماسبی رو در دوران تاجگذاری که از پادشاهان عثمانی که دیگه با ایران صلح کرده بوده با انواع دیگر هدایا میفرستند به عثمانی. بعدها این شاهنامه طهماسبی سر از پاریس در میاره، یعنی 60,000 دلار رفته بودند و خریده بودند. یک بازرگان آمریکایی فرانسوی به نام هاتن میرود و با 60,000 دلار این شاهنامه‌ای که رنگ یعنی نور آفتاب ندیده بوده، هنوز باز نشده بوده و آنقدر بزرگ بوده که میگن حدود 1 متر در واقع این اندازه شاهنامه بوده و گراورهای پیکرهای خیلی زیادی داشته، این رو میخره و کوشش میکنه که این رو بفروشه، خریدار براش پیدا نمیشه. از جمله به محمد رضا شاه در اون دوره پیشنهاد کردن که این شاهنامه رو 20 میلیون دلار بخره. شاه گفته این گرونه و ایشون برمیداره این شاهنامه رو، زوار رو میبره
ورقه ورقه در واقع میفروشه این شاهنامه طهماسبی رو. یکی از کارهای نیکی که یکی از آدم‌ها در این دوران این حکومت انجام داده، آقای حبیبی، در این است که دو تا از تابلوهای نقاشی دوران امپرشنیسم رو که در ایران وجود داشته برده و به خود هاتن داده و این 118 گراور از 253 گراوری که وجود داشته رو به ایران برگردونده، الان در موزه گلستان هست. منظورم اینه که شما اگر نگاه کنید به این سه شاهنامه بزرگ تاریخی که پیکره بر اونها نهاده شده، نقاشی درش شده و بیشتر نقاشی هم شیوه چینی داره، چون این مینیاتور از چین به ایران آمده و به ویژه در دوران مغولان چهره ها مغولی بوده و چینی بوده. هر سه این شاهنامه بزرگ، وایسونگوری، دموت که از بین رفته و شاهنامه طهماسبی، در دوران‌های فراهم و گردآوری شده که حکومت‌های ترک و مغول و چیزهای از این دست بر ایران چیده بودن. این نشان می‌دهد که زبان فارسی نه از راه اجبار بلکه از راه دیوانی شدن نخست بر جامعه چیره شده و سپس از راه توانایی خودش. یعنی ما با یک زبانی روبرو هستیم که دیوانی می شود و پس از دیوانی شدن چون دارای توانایی ها و یک پشتوانه تاریخی بوده و برای یک فرهنگ کهن استوار بوده می تواند گسترش پیدا بکنه و یک مجموعی از ادب و فرهنگ رو ایجاد میکنه که از باسنیا تا چین گسترده بوده که البته بخش‌های زیادی از این رو بعدها از بین بردن. یک نکته حاشیه خدمتتون بگم، یه برداشت رایج در میان همه ایرانیان هست که ما برای گسترش زبان فارسی خط عرب رو انتخاب کردیم. این یکی از ناراستی های بزرگ تاریخه. این خط آرامی است، خط عرب نیست. خط عرب نقطه نداشته. این خط کهنی است که ایرانی ها داشتن. یکی از خطهای دوران ساسانی است که این خط رو ایرانی ها به اعراب هم دادند و بعد ما پذیرفتیم که این خط عربی است، در حالی که این خط آرامی است، خط کهن آرامی است که الان شما اگر بروید به سنگ نوشته های دوره آرامی نگاه کنید شبیه خط فارسی است و البته خط عربی. ولی خط کهن عربی، اون قرآن هایی که از زبان کهن عربی مونده و بعدها به کوفی تبدیل شده، نقطه نداره. اصلا در زبان عربی نقطه گذاری وجود نداشته. شباهت داشته با خط آرامی ولی خط آرامی نبود. بنابراین اگه بخوام خلاصه کنم، رمز چیرگی زبان فارسی حکومت ها نبودند، دیوان سالاری ایران بوده. به زور پادشاهان چیره نشده بلکه به زور ادیبان چیره شده و زوری هم درش نبوده به طور کلی. و از این روی زبان فارسی زبان یک ملت ستمگر نیست، زبان مشترک چیره شده بر سرزمینی است که بیشتر کسانی که در گسترش و خلق شاهکارهای این زبان کوشیدن زبان مادریشون چه بسا زبان فارسی نبوده. زبان ملت ستمگر هنگامی است که دولت بریتانیا مثلا هند رو میگیره و برای اینکه زبان فارسی رو از میان ببره زبان انگلیسی رو به زبان اداری هند تبدیل میکنه. برای هندی ها مثبت تموم شده، چون در هند 500 تا زبان بوده و با هم نمیتونستن یه زبان اداری ایجاد بکنن. فارسی این کارو کرده بوده، ولی وقتی فارسی رو برمیچینن خب زبان انگلیسی رو چیره میکنن. زبان چیره یا زبان تحمیل شده هنگامی است که مثلا فرانسه در آفریقا چندین مستعمره داره و هنوز هم زبان برخی از مستعمرات پیشین فرانسه یه لهجه از فرانسه است. زبان بومی هم دارن ولی وقتی میخوان بالاخره خودشون رو به دنیا معرفی کنن با زبان فرانسه، اون هم با یه لهجه ویژه خودشون صحبت میکنن. نمونهش مثلا کشور هایتی است که اینها در واقع زبانشون ریشش فرانسه است ولی با واژه‌های بومی، ولی به هر روی به دلیل اینکه فرانسوی‌ها اونجا رو گرفتن این گونه شده. زبان فارسی چنین تاریخی نداره. ما اصلا ملتی به نام ملت فارس زبان نداشتیم که آمده باشه این ملت سرزمین رو گرفته باشه و این زبان رو چیره کرده باشه. ما کشوری داشتیم به نام ایران که با آمدن اعراب زبان عربی اول چیره شده و سپس زبان فارسی بازگشته و اشاره کردم چرا و چگونه در واقع این زبان بازگشته
و سپس به دلیل توانایی ها و پشتوانه دیوان سالاری در ایران رشد یافته. و در تمام این دوران شما نگاه میکنید ببینید که در دوره تیموری، قراقلولو، آقلولو، دوره صفوی و دیگر دوران ها، حاکمان و شاهان افتخارشون این بود که به فارسی شعر بسرایند و بعد علاقمند بودند که وقتی شعر سرودند به فارسی ادیبان هم جمع بشوند و بگن ما به به عجب شعر زیبایی سرودی. یعنی افتخارشون این بوده که با اینکه زبان فارسی بلد نبودن یا تازه یاد گرفته بودن یا زبان دومشون بوده، حتی اگرم تازه یاد نگرفته بودن، به زبان فارسی در واقع سخن بگن. تا جایی که به گفته بیهقی سلطان مسعود غزنوی خوشش نمی آمده که با او به زبان دیگری جز فارسی سخن بگن. اصرار داشته که فقط با زبان فارسی به او سخن بگن. در دولت صفوی که در درون دربار امیران راحت‌تر با هم ترکی حرف می‌زدند، نامه هایی که به این دربار به زبان غیر فارسی می آمده رو رد می‌کردن. نامه باید به زبان فارسی می آمده. این در همه نوشته‌های تاریخی اون زبان هست. سفرنامه نویسانی که به ایران آمدند از جمله تابرنیه و دیگران میگویند که با شاه عباس که دیدار میکنن، شاردن میگه، شاردن ترکی یاد گرفته بود چون اول رفته بوده به عثمانی و شاه خیلی خوشحال میشه که میتونه ترکی حرف بزنه و شروع میکنه با اون برای ترکی که با ترکی عثمانی نزدیک نیست یا خویشاونده صحبت کردن و او هم واژه‌هایی رو میفهمه و شاردن میگه بله در درون دربار با هم ترکی حرف میزنن. ولی هیچ کس دولت صفوی رو دولت ترک ایران نمیدونه، با اینکه زبان درونیشون زبان ترکی است. من قصدم کمبها دادن به زبانهای دیگر نیست، من در مورد راستی‌های تاریخی با شما صحبت میکنم و اصلا قصدم این نیست که بگم این زبان یا این مردم یا این گروه بهتر از گروه دیگر هستن. یکی دیگر از ناراستی‌های تاریخی هم در اینه که تصور می‌شود که زبان ترکی در آذربایجان به ویژه از زمان سلجوقیان گسترش پیدا کرده. این هم درست نیست. زبان ترکی در ایران به ویژه از زمان صفوی گسترش پیدا کرده. چرا؟ چون دیگر حکومت‌هایی که به ایران می آمدند و ایران رو می گرفتند یا بر ایران چیره می شدند دشواری در چیرگی بر بخش‌های مختلف به دلیل مذهبی نداشتند. هنگامی که حاکم لرستان پادشاهی یا فرمانروایی پادشاه سلجوقی رو میپذیرفته، میشده پادشاه لر بزرگ یا کوچک میتوانسته به حکومت خودش ادامه بده و میشده تابع دولت بزرگ مرکزی سلجوقی. صفویان این امتیاز رو نداشتن، چون آمدن به ضرب شمشیر یک آیین 500-600 ساله رایج در میان مردم رو، حتی بیشتر که اهل سنت بوده رو، این رو برانداختند و حاکمان سرزمین‌های دیگر رو، سرزمین‌های درون ایران رو واداشتن که شیگری رو بپذیره. بنابراین اعتمادی به اونها ندارن. اینی که طوایف قزلباش رو تقسیم میکنن توی ایران، مثلا شیراز رو میدن دست قراقزلو، اصفهان رو دست یکی دسته دیگری، بختیاری رو دسته دیگری. به کسانی که اعتماد داشتن در واقع رجوع میکنن که این بخش‌هایی از این قبایل نهگانه قزلباش و تابع اونها که بیشتر از 9 تا بوده، خیلی بیشتر بوده، اینها در واقع در گوش و کنار ایران به عنوان حاکمان وابسته به دولت صفوی حکومت کنن. زبان ترکی گسترش پیدا میکنه به این ترتیب، چون زبان اینها بوده اساسا. ولی زبان فارسی برچیده نمیشه. زبان فارسی همچنان به عنوان زبان چیره ادبی در ایران باقی میمونه. من فکر میکنم به اندازه کافی در اینجا یک توضیح اولیه دادم، ولی خیلی علاقمند هستم که در پی پرسش‌های دوستان موضوع رو اگه بتونم بیشتر باز کنم و این است که فکر کنم اگر دوستان پرسشی، نظری در این باره دارن مطرح کنن و من بتونم وقت بحثم رو بیشتر در این باره توضیح بدم اگر نکته‌ای وجود داره. حالا 5 زبان بوده در دربار ساسانی، 5 زبان. هم تاریخ بودن، هم ریشه نبودن. آره اینا ببینید ما یه خانواده زبان‌های ایرانی داریم. اینا جزو خانواده زبان‌های ایرانی هستن. ترکی که آلتاییک یا مغولی
یا عربی از خانواده زبانهای ایرانی نیستن، ولی مثلا کردی از خانواده زبانهای ایرانی، جغتایی از خانواده زبانهای ایرانی بوده، جغتایی نه سغدی مثلا، جغتایی از خانواده زبان ترکی. اینها این خانواده‌های زبانی، چون ما چند خانواده زبانی بزرگ داریم در جهان، از جمله خانواده زبانی هند اروپایی بهش میگن که خانواده زبانهای ایرانی یکی از شاخه‌های زبانهای هند اروپایی، خانواده زبانهای آلتایک داریم که کاملا متفاوته، زبانهای آفریقایی سواحیلی داریم که اینا هم باز خانواده متفاوتیه، حتما دارای شباهت‌ها و رابطه‌ها هم با هم بوده، بالاخره بشر که همه پخش نبودن. ولی بر روی خانواده زبانی، چون من اینجا راجع به زبان شناسی نمیخوام صحبت کنم. بله بفهم. بله نه اینا ریشه های مشترک داشته. بله بفهم. قبل از اینکه صحبت کنم دوستان، من یه نکته فقط نمونه خدمتتون بگم که برای فقط چیز، این عبیدالله خانی که ازش استفاده کردم، ازبک، یه نامه نوشته برای شاه اسماعیل، تهدید کرده که من میخوام دوباره حمله کنم به خراسان. این گونه نامه آغاز میشه: باز جانم هوس ملک خراسان دارد، تن بیجان شده من هوس جان دارد، روح بخش از شمالش چو دم روح الله، مگر او نیز هوای پل مالان دارد. این عبیدالله خان ازبک با چه صحبت که این زیبایی زبان اساساً به گوش کسی است که آشنا با اون زبان. یعنی برای من زبان ویتنامی خیلی خشن دردناک هستن، وقتی گوش میدم اصلا سردرد میگیرم، برای اینکه زبان میدونید بیشتر از اینجا بیرون میاد. فکر نمی کنم خود ویتنامی ها اینجوری فکر کنن، فکر کنم خودشون فکر کنن که عجب زبان زیبایی داریم، برای اینکه با این زبان به هر حال بزرگ شدن دیگه. من مثلا موسیقی فرض کن کلاسیک اروپایی که گوش میدم بسیار واقعا دلچسبه، ولی شما نگاه میکنید 1 میلیون چینی نشستن پای تلویزیون موسیقی کلاسیک چینی گوش میکنن و میگن عجب لذت بخش. به پرورش آدم‌ها مربوط میشه، درسته از نقطه نظر به هر حال استرکتور زبانی. پاره از زبان‌ها مانند ایتالیایی، عرض کنم فرانسه یا فارسی، زبان‌های دلچسب‌تری هستند. مثلا فرانسه زبان از نظر همون که میگید آهنگین‌تری از زبان مثلا آلمانی است که زبان نسبتاً خشن‌تریه، زبان شعر نیست، زبان به هر حال چیز دیگه‌ایه، جنبه‌های دیگه داره. بیشتر هر زبانی در واقع برای خودش توانسته جایی باز کنه. مثلا اون دستگاه واژگانی که زبان آلمانی در مورد فلسفه داره اصلا هیچ زبان دیگه نداره، مثلا ترجمه نمیشه کرد. ولی با همه این نکات که گفتید فکر نمی کنم این گونه بوده که مثلا عبیدالله خان ازبک وقتی رسیده گفته این چقدر روح بخش این آهنگ این زبان و اینو حفظ کنم. تصور این بوده وقتی چیره شده این زبان پس از چند نسل که این زبان ادیبانه، این زبان بزرگانه، این زبان دانشه. ببینید فراموش نکنید بسیاری از ایرانیان فخر می‌فروختن که از عرب‌ها بهتر عربی صحبت می‌کنن. همه کتاب‌های علمی به عربی بود. ابن سینا دانشنامه علایی رو نوشته ولی بقیه کارهاش به عربیه، اونم عربی بسیار استوار، چون زبانی است که پذیرفته شده به عنوان زبان فلسفه و دین و علم در اون دوره. تا رفته رفته این زبان فارسی هم در اینجا جا باز میکنه، حتی در حوزه دینی. با اینکه میگویند آیین شیعی رو بسیاری میگویند ایرانی ها در واقع درست کردن، اولین کتاب عملیه فقهی شیعی در ایران در دوره شاه عباس نوشته شده، یعنی حدود 900 سال پس از آغاز اسلام که بزرگترین در شیخ الاسلام در واقع اون زمان ایران او آمده، شیخ بهایی نخستین در واقع رساله رو نوشته که به نام جامع عباسی معروفه، به دستور شاه عباس گفته کتابی بنویس مردم بفهمن. تا اون زمان تمام کتاب‌های دینی عربی است، رساله نویسی به فارسی از اون زمان تازه متداول میشه. هنوز هم زبان حوزه‌های دینی عربی است، مکاسب و شرح مکاسب و عرض کنم که لمعه دمشقیه و شرح لمعه و همه اینها عربی است. با برخی فارسی حرف میزنن، تفسیر میکنن این شرحو،
ولی چون زبان فارسی به این زبان چیره تبدیل شده بوده و ببینید حوزه فرهنگی این زبان فارسی اینقدر گسترش پیدا کرده بوده که این نیست که طغرل وقتی به خراسان میرسه میفهمه عجب زبان زیبایی است. در سرزمین خودشم که ترکمنستانه با این زبان آشنا بوده، یعنی زبان گسترش پیدا کرده بوده. من یه نمونه خدمتتون بگم. یه هیئتی میرود از واتیکان در دوره پاپ، کدوم پاپ بوده؟ پاپ اینوسنس، پاپ بیگناه، پاپ اینوسنس معصوم، بله، پاپ معصوم میرود به پایتخت مغول‌ها در اون موقع که همین پکن امروز هست که گرفته بودن اولانباتور میخوندن اون رو. میرود به اولانباتور، بعد که آتش زده بودن شهر جدیدی میسازن و این میشود پایتخت مغول‌ها. نوه تیمور برادر هولاکو اداره میکرده این شهر رو، برادر دیگه رو فرستاده بود ایران رو گرفته بوده و اینها آوازه حمله مغول‌ها رو شنیده بودند و میخواستن با اینها متحد بشن و آمده و دعوت کرده مغول‌ها رو از طرف پاپ و چندین شاهانی که زیر سایه پاپ زندگی میکردن، چون در اون دوران دولت‌های اروپایی زیر سایه چیرگی کلیسا هستن. کلیساست که چیر است، کلیساست که به اصطلاح استقلال داره. و این پادشاه مغول فکر میکنه که اینا برای تسلیم آمدن و یه نامه نوشته به پاپ اینوسنس. این نامه در موزه واتیکان موجوده. من سفارش میکنم اگه شما سری رفتید روم، برید در موزه واتیکان تقاضا کنید که این نامه رو ببینید. این نامه هست پشت شیشه‌ای. یه کمی باید خواهش تمنا بکنید، میگی من تحقیق محققم، پژوهشگرم، دارم یه کتاب می‌نویسم راجع به رابطه فلان و فلان، شاید اجازه بدن. به من دادن، ولی پیکراش در جای دیگه چاپ شده. این نامه به فارسیه، یعنی پادشاه مغول به فارسی و هم خط فارسی هم خط اویغوری، دو تا نامه است فرستاده. چرا این کارو کرده؟ برای این گفته به یه زبانی بنویسیم که یه دیگه بفهمن. و بهش گفته بودن، کی بهش گفته اینا رو؟ اینا وقتی اومدن خراسان رو گرفتن و بخش زیادی از ایران رو ویران کردن، بار اولی که حمله کردن بسیاری از بزرگان ایران و ادیبان و نویسندگان رو با خودشون بردن، صنعتگران رو به مغولستان، و اینا شدن جزو مشاورین این دستگاه و جزو کسانی که در واقع اینا رو تربیت میکنن، زبان فارسی یاد میدن. و اونا بهشون گفتن آقا این زبان اویغوری کسی بیرون از اون قسمت ترکمنستان نمیفهمه شما چی میگی. زبان فارسی تا روم پایتخت کلیسا هم بالاخره کسانی رو میتونن بخونن. و تو این زبان تهدید کرده، میگه که شما اگر به فرمان من تن در ندهید بدن شما رو به اندازه سرتان کوچک خواهم کرد. به پاپ میگه به زودی بقیه شاهان رو جمع کنید برای تسلیم پیش ما بیاید. اینجوری تهدید کرده به طور کلی. خب این به فارسی نوشته، اجبار که نبوده. من حالا یادم آمد این رو براتون بخونم قبل از سوالای دیگه. این نامه است که سلطان سلیم به عبیدالله خان ازبک نوشته. میگه اگر ما چیره بشیم، فاتح بشیم و بر ایران رو بگیریم و این رافضی رو از میدان بدر کنیم، یعنی شاه اسماعیل، ایران چگونه خواهد بود؟ میگه کشوری خواهد شد که کبوتر بر دیده باز آشیان نهد و عقاب بر خانه صعوه، یعنی گنجش، پاسبانی به جای آورد و شیر در بیشه به تعرض شغال مشغول نشود. این پادشاه عثمانی داره اینجوری حرف میزنه. و یوز دندان طمع از مذبح آهو برکشد و چرخ به مقراس منقار دامن قبای کپک کهساری را آسیب نرساند و شاهین در سلسل با سوزن چنگل گریبان ملون تذرو را آزرده و مجروح نکند. ببینید داره خودش رو نه تنها نامه فارسی نوشته، میگه آقا من ادیبم به زبان فارسی، من با واژه‌های فارسی میتونم بازی کنم. و این مهمه که پادشاهی است که آمده تبریز رو گرفته. اولا جالب اینجاست خدمتتون بگم 3 نامه از سلطان سلیم در دست هست به مردم تبریز برای تسلیم. هر 3 نامه فارسی است. اگه زبان مردم تبریز در اون هنگام و زبان نخبگان تبریز در اون هنگام ترکی بود، پادشاه عثمانی به ترکی می‌نوشت. عنوان همش هم اینه: اهالی و اکابر تبریز.
از اونا خواسته چیز کنن و اکابر تبریز هم به فارسی بهش جواب دادن که ما خدمت چیزیم، خادم بسا پادشاه صفوی هستیم، که نشان میده خب این زبان در اونجا در میان دست کم نخبگان جامعه چیده بوده. میبخشید. برید، من شاهنامه شناس نیستم، هیچ ادعایی هم در مورد این ندارم که رشته کار من شاهنامه است. من پژوهشگر تاریخم و نکته‌ای که می‌فرمایید کاملا نکته خود من هم بود. من گفتم این افسانه هایی که در واقع میگن که فردوسی رو بردن پیش سلطان محمود و او گفته اگر بگید درست گفتم، حتی در اونجا نبوده هنگامی که، یعنی اون امیری بوده، یکی از امیران خراسان بوده و پادشاه کسی دیگری است، پدرشه، و در نتیجه کاملا درست میفرمایید دور اولی که شاهنامه تموم میشه در واقع سن و سالش هم بالا نیست. حالا سن و سالش کار ندارم، ولی بر روی این درست نیست و کاملا نکته‌تون درسته. ولی این رو اشاره کردم که ابوالعباس فضل اصفراینی که از زمانی که همین سلطان محمود یا امیر محمود خردسال بوده از وزیران و دبیران در دوره سامانیان به شمار میاد، با پدر او ارتباط داشته و پدر اوست که پدر سلطان محمود آینده که او رو به سرپرستی سلطان محمود میگماره و ابوالعباس فضل اصفراینی فردوسی رو میشناسه و با کار شاهنامه آشناست و در نتیجه این دو رویداد همزمان میشه. نگفتم که کدوم بر دیگری میچربه، گفتم خلق شاهنامه از یک سوی و دیوانی کردن زبان فارسی از سوی ابوالعباس فضل اصفراینی همزمان میشه. در یه دوره‌ای هم من این رو فراموش کردم در مورد سوال خانم مطرح کنم، در یه دوره‌ای هم کوشیدن که زبان فارسی رو کنار بگذارن. دیر بود، یعنی وقتی کوشش کردن دوباره عربی رو برگردونن زبان دیوانی کنند نگرفت این کار. مغولان هم برای حدود 30 سال کوشیدن که زبان دیوانی ایران رو اویغوری بکنند، ولی زبان اویغوری اولا زبان نوشتاری نبود، ثانیاً دبیر و نویسنده به زبان اویغوری پیدا نمی‌کردن که این کار رو انجام بده. در نتیجه تمام اسنادی که از دوره سلجوقی به جای مانده، از دوره غزنوی به جای مانده، از دوره مغول 90% اسنادی که به جای مانده، فرمانها و همه اسنادی که از دوره صفوی به جای مانده و بخش بزرگی از اسناد دوره آقایلو و قرائقلوی به فارسی، یعنی فرمانها به فارسی. و این فرمانها مهمه چون این فرمانها جنبه قانون زمان خودش رو داره، چون ما که مجلس قانونگذاری که نداشتیم. به همین دلیل هم هستش که شما وقتی میرسید به عصر مدرنیته، به دوران مدرنیته، دوران احساس هویت ایرانی مدرن داره مطرح میشه، بر اون ریشه تاریخی زبان مدرنیته ایران فارسیه، در حالی که شارحان مدرنیته و ناسیونالیسم ایرانی جز 2-3 تن یا از آذربایجان یا از قفقاز. اصلا ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی متولد شده، یعنی بیشتر بزرگان ناسیونالیسم ایرانی از آخوندزاده بگیرید بیایید تا کسروی، جز میرزا ملکم خان و آخان کرمانی از قزوین به شمال هستند و در هیچ جای جنبش مشروطه، در هیچ کجای جنبش مدرنیته صحبت از این نمی شود که چرا ما باید در این ساختن ایران مدرن زبان فارسی رو به کار ببریم. هیچ کجا در مجلس شورای ملی که به کمک به یاری پس از به توپ بسته شدن، به یاری کوشندگان آذربایجان و بختیاری و گیلان و غیره دوباره ساخته شده، هیچ کجا این بحث پیش نمیاد آقا این زبان رو بذاریم کنار، زبان یکی از ماها رو انتخاب کنیم. اصلا موضوع نبوده، مورد پرسش نبوده، اینا بعدها ساخته شده که باید این زبان ها باشه. و جالب اینجاست که حالا بعضیا این مسئله رو مطرح میکنن که جلوگیری میشود. من در دوسلدورف سخنرانی داشتم، دوسلدورف هایدلبرگ چند سال پیش، یا آقای از اعضای بلندپایه در واقع حزب دموکرات کردستان پرخاشگرانه بلند شد که آقا شما در صحبتاتون گفتید که زمان محمد رضا شاه هم رادیو به زبان ترکی بوده، هم رادیو به زبان کردی، و درست هم است. اول رادیو ایران به زبان پارسی سال 1319 به وجود آمد، سپس
در حدود سال 1325 26 برنامه‌های ترکی شروع شد، بعد رادیو به زبان ترکی بود. خیلی سالهای پس از اون هم چند سال پیش از انقلاب به زبان کردی هم رادیو درست شد. خب اینایی که شما میگید از این جهت بی ربطه که رادیو برای تبلیغات حکومت درست شده بوده. گفتم اگه بخش فارسیش راجع به دموکراسی حرف میزده، خب بخش فارسی هم همونایی که به زبان کردی و ترکی میگفته، خب فارسی هم همونا رو میگفته در واقع. بنابراین این نیست که فکر کنید مثلا به زبان فارسی درباره مونتسکیو صحبت میکردن ولی برای دیگران مثلا میگفتن که چیزی. خب این واقعیت اینه که یک کتابی هست خیلی جالبه، آقایی هست به نام حیرت سجادی، از واقعا بزرگان کردستان هست. ایشون یک کتابی نوشته در 3 جلد به نام تاریخ آموزش پرورش کردستان که فارسی هم هست این کتاب، و در این کتاب توضیح داده که اصلا آموزش پرورش کردستان چه ریختی راه افتاد. شکایتش در این کتاب این نیست که چرا کلاس به کردی نبوده، اصلا کسی نبوده فارسی درس بده تا چه برسه به کردی. یعنی شمار آموزگار به زبان کردی اصلا وجود نداره. بذارید من یه مثالی برای شما بزنم شاید از این جهت جالب باشه. نخستین کتابی که در مورد تاریخ کردستان نوشته شده نوشته کسی است به نام شرف الدین یا اشرف الدین بدلیسی. این کتاب به فارسیه، این در زبان شاه طهماسب صفوی نوشته شده و او این کتاب رو تقدیم کرده به سلطان عثمانی و حاکم بدلیس هم بوده، ولی کتاب به فارسی است. نه به این دلیل که کسی این رو وادار کرده که به فارسی بنویسه. زبان کردی زبان شعر سینه به سینه بوده، زبان نوشتاری نبوده. به تدریج در 50 60 100 سال گذشته کسانی پیدا شدن این زبان رو نوشتاری کردن و رفته رفته زبان استرکتور نوشتاری پیدا کرده. همه زبان‌های دنیا زبان‌های نوشتاری. آتاتورک وقتی به قدرت رسید و گسست خودش رو از دوره عثمانی و تصمیم گرفت که ناسیونالیسم ترک رو در ترکیه اعمال بکنه، یکی از نخستین کارهایی که کرد دستور داد کتابخانه ملی ترکیه به وجود بیاد. یک قفسه رو نتونستن پر کنن، نه به این دلیل که ملت پایین‌تری هستن، فرهنگ ندارن غیره، موجود نبود اصلا. گنجینه نوشتارهای چیره در این پهنه خاورمیانه و آسیای مرکزی یا فارسی بود یا عربی، و این واقعیت رو ما نمیتونیم به دلیلی که حالا چون دوست داریم زبان دیگر رو انکار بکنیم. باید به وجود می آمد ولی نبود، خیلی اندک بود در واقع نوشتارها به اون زبان ها. به همین دلیل هم شما نمیتونستید معلم زبان کردی پیدا کنید هنگامی که اصلا استرکتور زبانی نداشت برای اینکه بیان اینو درس بدن، و در نتیجه اون معلم زبان فارسی میخواستن. و خیلی جالبه در اونجا نمیگه که بزرگترین گرفتاری ما در گشودن مدارس، چون بیشتر مدرسه ها خصوصی بود، این بود که مثلا دولت مرکزی میامد جلو رو میگرفت. میگفت دستای ایلی میامدن، برای همینم بچه‌ها باید صندلی‌ها رو با خودشون بردن خونه، تابلوی مدرسه رو تابلو سیاه مدرسه رو معلم با خودش میبرد، وگرنه دستای ایلی میامدن اینا رو غارت میکردن، برای به عنوان هیزم استفاده میکردن ازش. یعنی گرفتاری‌های تاریخی ایران گرفتاری عقب ماندگی و مسائلی از این دست بوده و نه کوشش در اعمال یک زبان و غیره. ببخشید من دارم توضیح بیشتر میدم، دوستان قرار شد صحبت کنن دیگه حرف نمیزنم. ببینید پالایش زبان کار بدی نیست، ولی به افراط بردن اون کار درستی نیست. یعنی ما رو از این تاریخ و گنجینه زبان خودمون بیگانه میکنه. یعنی اگر شما امروز کوشش کنید که یه زبان فارسی پاکی به وجود بیارید که هیچ واژه عربی و ترکی در اون نیست، 3 نسل دیگه حافظ رو نمیفهمن. این گرفتاری ایجاد میکنه دیگه. من اصولا فکر میکنم آمیزش ها میان مردم چیز خوبی است و گناه نمیدونم که واژه‌های عربی وارد زبان فارسی شده. نخستی که بسیاری از این واژه‌های عربی اون هویت عربی خودش از دست داده وقتی وارد زبان فارسی شده. معنیش در عربی با فارسی یکی نیست. من با مثلا سبک نوشتن آقای قزوینی که واژه‌های بسیار درشت عربی و دشوار عربی رو به عنوان فخر فروشی استفاده می‌کنیم، یا کوشش که امروز در ایران می‌شود که این واژه‌های بسیار پیچیده دینی رو
سیاسی کنن، مثلا نظارت استصوابی. من فکر نمی کنم مردم تو زندگیشون تا قبل از حکومت در ایران استصوابی رو میدونستن، چون راجع به ثوابه. خب اینا غلطه. یا سارالله، واقعا فکر کنم بیشتر مردم فکر کنم با سه نوشته میشه، با سین، با سه دو نه، سار و عربی یعنی خون. این سارالله، اینا دسته خون خداوندن، دسته انتقام خداوندن، یعنی گشتی های اونجوری هن. اونا رو کنار بگذاریم. ولی یکی از زیباترین توانایی‌هایی که نکته که خانم مطرح میکنن خیلی مهمه. حالا دیگه برمیگردیم به خود زبان. جنبه آهنگین زبان فارسی رو که کنار بگذارید، اولا یکی از زبان‌های ساده دنیاست. ما در فارسی همه افعال یا تن یا دن، ایستادن، گفتن، رفتن، نشستن، غیره، همه خیلی روشن، هیچ چیزی نداریم که جدا از این قاعده باشه. دومی که توانایی در زبان فارسی است که تقریبا میشه گفت هیچ زبان دیگه نداره. زبان عربی واژه‌های غربی رو که میگیری یا واژه‌های دیگر که میگیره صرف میکنه. مثلا واژه ادب رو از فارسی گرفته، ادیب و مؤدب و غیره رو ساخته. و همچنین واژه‌های دیگر رو میسازه. ما واژه‌ها رو ترکیب میکنیم. فرح عربی رو گرفتیم، ناز فارسی رو اضافه کردیم، شده فرحناز. هیچ عربی نمیفهمه فرحناز چیه. معنی این فرح در اینجا دیگه عربی نیست. این فرح در اینجا دیگه فارسی شده. مهم نیستش که پیشینه عربی داره. کتابخانه، کتاب با خانه. عرب که نمیگن کتابخانه، بیت الکتاب که نمیگن، که ما ساختیم. و در نتیجه این نوع کارهایی که در زبان فارسی شده و واژه‌های دیگر آمده و وارد این زبان شده، تا اونجایی که مأنوس باشه، تا اونجایی که تا اونجایی که جنبه آهنگین این زبان رو، استرکتور این زبان رو ویران نکنه، نه تنها نادرست نیست بلکه بسیار هم نیکه. پیشنهادی که کسروی داره میگه برای ساختن واژه‌های تازه به زبان‌های بومی در ایران نگاه کنیم. مثلا در میان هم در گیلان و مازندران هم در کرمان به حلزون میگن لیسک که رودکی هم در شعری به کار برده. خب خیلی واژه زیبایی است لیسک. چرا بسازیم؟ یکی از این واژه‌هایی که در یکی از این زبان‌ها به کار رفته و کهن هست و درست هم از این لیسک دیگه میریسه و میره. از اینا باید استفاده کرد. یا کسروی میگه که این به جای عینک بگیم آینک، چون آینه است، مثل آینه است، آینه کوچکه میشه دی. حالا کار ندارم، اینا رو میشه استفاده کرد، ولی به داوری چشمک. حالا دیگه نمیدونم. من البته شخصا با این کاری که خیلی از همیهنان ما میکنن، هر کس نشسته برای خودش واژه میسازه، سخت مخالفم. فکر کنم باید یه اتوریته ادبی در جامعه وجود داشته باشه که واژه روان کنه، بسازه. وگرنه آمده بود یه آقایی یه نوشته‌ای داده بود بیرون، توش نوشته بود که خودرو کلان همگانی. من مدتی نگریستم تا فهمیدم منظورش اتوبوسه. می‌دونید خب اینا خودروی کلان همگانی. خب اینا بی ربطه. اتوبوس دیگه، کامپیوتر. آقای دکتر مصاحب آمد توی دارالمعارف مصاحب کامپیوتر رو ترجمه کرد به حسابگر. من فکر نمی‌کنم هیچ کس بفهمه حسابگر چیه. کامپیوتر یا حالا از این فراتر میرم، برخی از واژه‌های بار تاریخی دارن، مثل دموکراسی، سکولاریسم. اینا رو فارسی کردنش بار تاریخیشو، مردم سالاری دموکراسی نیست. دموکراسی یه بار تاریخی جهانی داره و شما این بار تاریخیشو باید حفظ کنید. در مورد واژه‌های فارسی من باور دارم که تا اونجایی که میتوان باید فارسی سخن گفت. همین الان کردم این کارو، ولی به شرط اینکه دشوار نکنه فهم موضوع. هم دوستی هست الان درگذشته، مهمان منزل من بود، خیلی فارسی خالص صحبت میکرد، ناب. مهمانی بود و صندلی کم بود، گفت یک نشیمنگاه تازه بیاورید. من آقا نشیمنگاه رو ما به عنوان دیگه استفاده میکنیم آخه. فکر کنم این کار باید با دقت انجام بشه و این کار باید اتوریته به وجود بیاد، کسانی باشه که دارای این
توانایی و اعتماد از سوی مردم هستن که پیشنهاد میکنم همه دوستان کتاب زبان پاک کسروی رو بخونن. او بر این باور هستش که برخی از روش هایی که در زبان فارسی کهن وجود داشته و خود او به کار میبره به نادرست از میان رفته. خیلی ها فکر میکنن در نوشته های کسروی اینکه یه آخر برخی از واژه ها استفاده میکنه این مثلا برای زیباییه. میگه نه، اگر شما تاریخ بیهقی رو نگاه کنید میگه که هر روز اسب کشیدندی و به انتظار نشستندی. این ماضی ساده نیست، این ماضی استمراریه در اون که میگن، یعنی همواره این کار رو میکردن. ما امروز میگیم که این کار رو میکردیم، هم این میکردیم میتونه امروز یک بار کردم یا میکردم، یا میتونه چندین بار باشه. این در فارسی کهن وجود داشته. میگه اینو میشه زنده کرد، منتها یه نفر نمیتونه این کار رو زنده کنه. تو نوشته‌های کسروی میبینید برخی واژه‌هایی که کسروی ساخته یا از تاریخ برآورده بیرون آورده اینا مونده، مثل خودکامه. امروز واژه خودکامه رو کسی نمیگه کسروی ساخته، ولی همه پذیرفتن به جای مستبد بگیم خودکامه. ولی آخشیج نمونده که کسروی به کار میبره، یعنی زد نمیچرخه. منم در هر کجایی که واژه‌های این گونه استفاده میکنم تو پرانتز مقابلش توضیح میدم که یعنی چی. بله مثلا واژه پیورزی رو من از زبان از نوشته‌های کهن فارسی گرفتم، یعنی تعصب، چون تعصب هم عصبیت یعنی پیورزی، ولی هر کجا پیورزی رو استفاده میکنم تو پرانتز هم می‌نویسم تعصب تا جا بیفته به قول شما، تا همه بفهمن دیگه، مجبور نباشه که همراهش دیکشنری هم بیاد. ولی بدیش این هستش که اگر ما همه اینها رو حذف کنیم گلستان نمیتونیم بخونیم و نمیتونیم با تاریخ اون ارتباط برقرار کنیم. نوابغی به وجود میان مانند فردوسی که میتونن بدون بهره‌گیری از واژه عربی یک شاهنامه بسازن یا اندکی واژه عربی. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، خیلی دشواره. تازه در مورد فردوسی هم باز باید کسانی بیان مثل آقایی که ایشون گفتن و دیگران توضیح بدن که منظور در اینجا از این واژه چیه، از رام چیه، از چیزهایی در اینجا چیه. برید در ادامه صحبتون هم که اشاره کردم ساختن واژه ها یا روان کردن واژه ها به یک اتوریتی، به توانایی بیشتر از خود اون زبان نیاز داره. دو نفری که در شاید ساختن یا زنده کردن پاره از واژه‌های فارسی در 1000 سال پیش کمک کردن، بیرونی و ابن سیناست. در نامه‌هایی که با هم ازشون به جای مانده یا در دانشنامه علایی برخی از واژه‌هایی مانند ایستادن و رفتن و دیدن و اینهایی که ما امروز بهره میگیریم ساخت درست کردن اونها، یعنی در واقع از یه اسمی آمدن و فعل ساختن. ولی ابن سینا بود، یعنی ابن سینا اگر یه واژه آخشیج هم می آورد احتمالاً امروز ما میگفتیم آخشیج، یعنی یک هیبتی، یک توانایی پشتش نهفته است. همون کسی که اون شعر معروف کفر چو منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چو من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. خب یعنی همچین شخصیتی است، یه قولی مانند بیرونی میتونه این کار رو بکنه. ابن سینا در زمینه اینکه گفتید ادبی هم آدم‌هایی مانند شاملو و اخوان ثالث که شناخته شدن یا نیما که شناخته شده به عنوان یک شخصیت ادبی برجسته، اینها وقتی یه واژه‌ای رو روان میکنن گاه هم واژه‌های بسیار ناهنجار ببخشید خب مردم میپذیرن، حالا شاید هم خوبه نپذیرن، در مواردی خوبه نپذیرن، ولی درست میفهمن اینکه چه کسی این رو به کار ببره و چگونه روان بشه. ما لاروس نداریم، ما اون نداریم، اینو باید درست کرد. علتش هم در اینه که هنگامی هم که کوشش شد فرهنگستان در ایران به وجود بیاد، مانند بسیار چیزهای دیگر سیاسی شد، در اینکه اینها پدیده‌های سیاسی نیست و اینها رو باید بیرون از سیاست ساخت. یعنی کسانی بیان این کار رو انجام بدن که طرفدار این گروه و آن گروه و این حزب و آن حزب و این قوم و آن قوم نیستن، آیینی نگاه نمی‌کنن به مسائل، بلکه میخوام واقعا
کمک کنن به فرهنگ کشور و دولت دخالت نکنه. ما تاریخمون تاریخ دخالت دولته. تو فوتبالمون دخالت میکنه، تو زبانمون دخالت میکنه، تو فرهنگمون دخالت میکنه. این باید تموم بشه. تو جامعه باید نگاه کنیم که زبان رست دولتی نباید باشه. زبان باید زبان ملی باشه، زبان به هر حال فرهنگی و مردم باشه و کسانی با یک توانایی‌های ویژه‌ای بتوانند به ساختن در واقع حالا یا واژه‌ها یا حتی نوشتن دستور زبان. تمام دستور زبان‌هایی که ما امروز داریم اینها بر پایه زبان عربی نوشته شده. استرکتور زبان عربی رو گرفتن، یه دستور زبان فارسی ساختن و ما هنوز از اون بهره میگیریم، در حالی که جنبه‌های پر ایرادی در این دستور زبان‌ها هست. و یه نمونه سادی رو من نمیخوام وارد بحث زبان بشم. مثلا تصور میکنن که ب در همه جا زینتی است، در حالی که وقتی میگه که راجع به مادر میگه دستم بگرفت و پا به پا برد، این بگرفتن با گرفتن یکی نیست، به ایستادن با ایستادن یکی نیست. این به تأکیده، این بگرفتن گرفتنی است که ول نمیکنه. گرفتن شما میتونید بگیرید و ول کنید. وقتی میگه بگرفت یا در شاهنامه از این به استفاده میکنه، این به این واژه رو دگرگون میکنه. زینتی نیست، به آنجا رفتن نیست، بلکه این تأکیده. یعنی واژه‌های دیگه هم داریم. در مثلا وجود داره. افتادن با در افتادن کاملا دو مفهوم متفاوت داره. ماندن و درماندن کاملا دو مفهوم متفاوت داره. اینا در واقع این بخش ها مورد بررسی دقیق دستور زبان نویسان ایران قرار نگرفته، چون این نوع کارها در زبان عربی نیست، یعنی تو زبان فارسی. من اصلا بحثم زبان شناسی نیست، نمیخوام وارد اینم بشم. میخواستم بیشتر اون نظریه و تزی رو با شما مطرح کنم که بهش رسیدم در مورد چرایی چیرگی زبان فارسی. بقیه رو باید دیگر دوستان انجام بدن. ببینید زبان باستان از پهلوی هم کهن‌تره، یعنی پهلوی از اون بیرون آمده. ولی از اون بیرون آمده. اون چه زمانی؟ ببینید این که میگید زبان مذهبی بود، چرا اوستایی رو بعدها به عنوان زبان مذهبی پذیرفتن؟ چون بر روی هنگامی که باقی مانده، ببینید کتاب‌هایی که باقی مانده از اون دوران کتاب‌های دینی بوده و به همین دلیل هنگامی که این زبان جای خودش رو به زبان ساسانی داده، چون واژه پهلوی رو هم بعدها ساختم، زبان ساسانی، زبان اوستایی در قالب یک نوشتارهای اندرز و دینی باقی مانده. به همین دلیل هم گفتن این زبان دینی است. در مانند عربی ما میگیم زبان عربی زبان دینی ایرانیانه، ولی برای خودش زبانه. زبان عربی بیرون از قرآن، بیرون از حدیث و روایات وجود داره. برای ما ایرانی‌ها زبان عربی زبان دینیه، چون با این زبان با این دین اسلام آشنا شدیم، نه با از راه زبان فارسی. بنابراین اوستایی زبان در آغاز زبان دینی نبوده تا اونجایی که من آشنایی دارم. یه نکته خدمتتون همینجا برای که یادم نره بگم. زبان فارسی دو ویژگی داره، بدون اینکه باز بخوام وارد گفتگوی زبان بشم، که هر دوی اونها بسیار به راستی جالب هست. یکی اینکه این زبان در 1000 سال و 1000 و اندی سال گذشته تقریبا میتوان گفت که باقی مونده به همون صورت. شما امروز رودکی رو که میخوانید میفهمید مرا به سود و فرو ریخت هرچه دندان بود. شکسپیر رو انگشت شمار انگلیسی دانان بسیار نخبه میتوانند، شکسپیری که اصلاح نشده، تغییر پیدا نکرده، ویرایش پیدا نکرده، بفهم. اما در این حال زبان فارسی مانند دیگر زبان‌های دنیا زنده است. بنابراین زبان مانند کردی، کردهای ترکیه واژه‌های ترکی در کردی به کار میبرند. کردهای عراق واژه‌های عربی دارند خیلی زیاد. در بخشی از کردهای ایران اصطلاحاً میگن فارسیزه شده زبانشون. در آذربایجان بسیاری از ایرانیان
آذربایجانی زبان یعنی ترک زبان وقتی میمانند واژه فارسی استفاده میکنن جای واژه‌ای که یادشون نمیاد که واژه ترکیش چیه. اینا برمیگرده به نیازهای به هر حال جامعه بشری. یعنی همون گونه که شما اگر بروید امروز در بخش‌هایی از ختن که هنوز کسانی فارسی سخن میگویند حتما واژه‌های اویغوری رو میابید در اونجا و همچنین در خود پهنه ایران. این کار به هر حال بزرگی است که بیایند و بخواند این زبان رو همسان کنن. دشواره اصلا که این کار رو انجام دادن و به طور طبیعی برخی از واژه‌ها در این پهنه‌ای که این زبان ازش صحبت میشه اون مفهوم تاریخی خودش رو از دست میده. الان تاجیک به عنوان مردم تاجیکستان شناخته شده، ولی تاجیک در زبان کهن در میان ایرانیان 500 600 700 سال پیش به ایرانی غیر ترک و غیر عرب میگفتن تاجیک و در بسیار از نوشته ها هست مثلا در کردها رو میگفتن اینا تاجیکن. مانند واژه عجم، واژه عجم رو عرب ها در مورد همه غیر عرب به کار میبردن، ولی رفته رفته این شده واژه‌ای که در مورد ایرانیان به کار میبرن. بنابراین زبان به این سادگی نیست که بشه همسان بشه. نکته‌ای که من گفتم در مورد کلان یا خودروی کلان همگانی، هیچ بخشی از این واژه نادرست نیست، ولی این کار یه آدم نیست بره واژه برای اتوبوس بسازه. یه اتوریته باید وجود داشته باشه، یک کوششی، معیارهایی باید وجود داشته باشه. شما اگر هر پزشکی بعد از یه مقدار کتاب خواند رفت واژه برای لوازم پزشکی موقع جراحی ساخت، اون پرستاری که اون همکاری که قرار این لوازم رو بهش بده نمیدونی چی بهش بده، مگر اینکه یک دانشنامه پزشکی به وجود بیاد یا مرکزی باشه بگه به این واژه‌ای که در آلمانی یا انگلیسی اینو میگن از این به بعد در فارسی ما اینو خواهیم گفت. نکته‌ای که مثلا ایشون گفتن الان تو ایران میگن نمایه، همه دیگه پذیرفتن نمایه. یا مثلا برای سوبسید واژه درست شده تو ایران و اینو پذیرفتن همه که سوبسید چیه و این زیباست که ساخته شده و پذیرفته شده، ولی به این آسونی نمیشه این کار رو انجام داد. نکته جالبی خدمتتون بگم، سرود رسمی جمهوری اسلامی واژه‌های فارسی کمتر از سرود ملی پاکستان داره. شوخی نمی‌کنم. سرود ملی پاکستان دو سه واژه فارسیه، اردوه، ولی سرود ملی ما، حالا ملی که نه، سرود رسمی جمهوری اسلامی واژه‌های عربی توش بره. این با سیاست آمیخته شده، با زمان آمیخته شده، با خیلی چیزها و خیلی هم کاریش نمیشه کرد تا جای مگر که ما بتوانیم گفتم یک نماد یا یک گروه یا یک اتوریته غیر سیاسی غیر دولتی مورد اعتماد ادیبان، نویسندگان، سرایندگان، همه اینها رو به وجود بیاریم که اونها در واقع مثل فرهنگستان بیایند و یه واژه‌ای رو فرهنگستان یه کار بسیار نیکی کرد. فرهنگستان آمد تمام واژه‌های عدلیه ایران رو فارسی کرد و پذیرفته شده امروز در ایران. عدلیه شد دادگستری، دادسرا درست شد، دادستان درست شد به جای واژه‌های دیگه، به جای مستنطق بازجو درست شد. اینا امروز همه ازش بهره گیری میشه. درست یه سری واژه هم ساخت که همینجوری درست کرده، ارتشداران، ولی خب الان پذیرفته شده. بزرگ ارتشداران معلوم نیست از کدوم زبان آمده، وارد زبان فارسی شده. ارتش از کجا آمده، ارتشداران از کجا آمده، ولی اون کارهایی که مثلا در مورد پیمانهای حقوقی در ایران کرد، واژه‌هایی رو آورد، خب اینا بسیار کار نیکی بود. کسروی هم بعضی از کارهایی که در این زمینه کرده خب خیلی جالبه. میگه اگه درآمد وجود داره، در رفت هم وجود داره. به جای خرج میشه گفت در رفت. این درآمد، اونم در رفته.